سلام. به اولین قسمت از پادکست جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان خیلی خوش اومدید. من شمیم چراغی هستم و همراه آقای آریو مرادمند میزبانان این پادکست هستیم. امروز افتخار میزبانی از جناب آقای کریم بیگی رو داریم. آقای کریم بیگی رئیس جامعه هتلداران حرفه‌ای اصفهان و مدیر عامل گروه هتل‌های آسمان هستم. خیلی باعث افتخارمونه که در خدمتتون هستیم. ممنون میشیم که اگه یک معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشید. خب به نام خدا من اول تشکر میکنم از اینکه یه سری جوان خوش استعداد و علاقه من پا گذاشتن توی این میدان و انشالله که با توجه به علاقه که شما دارید میتونه برنامه خیلی مفید و خوبی رو داشته باشیم. خب من اگه بخوام خودم معرفی کنم که خودم من کریم بیگی هستم، تو که فرمودید رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان اصفهان و مدیر عامل گروه هتل‌های آسمان هستم که الان در خدمت شما هستم. بسیار همونطور که شما انسان شناخته شده هستید توی گردشگری و هتلداری، یکی از چیزهایی که برای ما جالبه اینه که آقای بیگی چطور از یک صنعتی که خارج از هتلداری بوده وارد هتلداری شده و تونستند انقدر پیشرفت‌های زیادی داشته باشن در مدت کمی. و اگر چنانچه که یک دیتایی هیستوری از اینکه ابتدا چه اتفاقی افتاد، شما از کجا به این نقطه رسیدید و اینکه چطور این همه موفقیت توی مدت کوتاه تونستید به دست بیارید بهمون بگید ممنون میشم. خب اگر من بخوام از ابتدایی که این تفکر بحث هتل و اینکه ورود به این صنعت رو بخوام از شما بگم، اینه که خب انشالله که خدا رفتگانشان رحمت کنه، پدر ما یک دوستی داشتن که در زمان حیاتشون ساخت هتلی کرده بود و در اصفهان بود. اون هتل موفقی هم بود، هتل عالی‌قاپو بود و پدر من با مالک اون هتل دوست بودن. ایشون با توجه به اینکه این مسیر رو طی کرده بود سفارشی داشت برای پدره بود که این محلی که الان ما هتل آسمان هستیم رو خیلی مناسب دیده بود برای ساخت هتل و پدر من سالهای سال در آرزوی ساخت هتل توی این محل بود با امید به هر حال صحبت‌هایی که اون دوستشون بهشون کرده. خب این توصیه رو به ما می‌کردن که اینجا برای هتل مناسبه و به آخر یا یه روز خودم یا شما بیاید این کار رو انجام بدید. خب دنیا وفا نکرد بهشون و خب متاسفانه دستشون از دنیا کوتاه شد، یه مقداری خدا بستن و نهایتاً این بود که ما این تفکر رو در ذهنمون داشتیم. خب مثلا بزرگ بود برامون که ساخته یک هتل، چون ما هم اصفهان و کارمون چیز دیگه ای بود در زمان حیات پدر در بحثای کامیون و شرکت راهسازی، ماشینالات راهسازی، فعالیت تو اون موارد و هیچ نوع آشنایی و اینکه همخوانی با این رشته داشته باشه واقعا نداشته. ولی خب به موجب علاقه‌ای که در ما بود در این بحث و حالا تشویقی که از طرف پدرمون شده بودیم، علاقه من بودیم ورود به این کار بکنیم. خب این محلم یه محلی بود که ما قبلش فعالیت داشتیم و فعالیتمون رفته به منطقه صنعتی و این محل تخلیه شده بود و کاملا شرایط مساعد بود برای اینکه ما ورود به این صنعت پیدا کنیم. خب خود منم یه خصلت‌ها یا صفاتی دارم که زمانی که ورود به یک کاری میکنم یا اینکه اصلا ورود نمیکنم یا اگر ورود پیدا کردم با اراده قوی میرم، یعنی اصلا به خودم اجازه نمیدم که مایوس بشم یا اینکه شکست بخورم. یعنی مطلقاً یه ارزیابی در ابتدا میکنم که آیا توانش هست، موقعیتش هست یا مثلا بازار جواب این را میده و اگر که ورودی پیدا کردم با تحقیق اولیه اینقدر خودم اطمینان دارم که تو اون امر موفق میشم. یعنی واقعا اعتماد به نفس خیلی قوی در وجود خودم هست و هر موقع پا گذاشتم در هر کاری واقعا به نظر خودم یا لااقل از خودم راضی بودم که ورود به این کار شده و موفق بودم. بسیار. و اینکه شما اولین هتلتون هتل آسمانه ولی شروع به خرید یا ساخت هتل‌های دیگه هم کردید. چرا این کارو کردید؟ و یکی از سوالایی که همیشه توی ذهن من هست اینکه آقای بیگی چرا همه تخم و قرار توی یه سبد گذاشتید؟
خب ببینید همونطور که می‌فرمایید ما با ساخت هتل آسمان که خب در زمانی بود که بازار گردشگری در ایران خیلی رونق داشت، رونق پیدا کرد. یعنی بحث توریست خارجی خیلی اوج گرفته بود در مثلا شهر اصفهان و نیازهای زیرساخت‌های نیاز برای هتل به نوعی نشون داده. در حین ساخت که ما تصمیم گرفته بودیم بسازیم و قدم گذاشته بودیم تو این کار، خیلی از دوستان حتی ما رو منع می‌کردن از این کار که پا گذاشتن به این عرصه اصلا صحیح نیست و حتی کار خطرناکیه و آیه‌ای اسفل ما به قول معروف می‌خوندن و واقعا آب سرد روی ما می‌ریختن. منتها ما به دلیل اینکه واقعا راه رو انتخاب کرده بودیم خیلی توجه به این صحبت‌ها نمی‌کردیم و شروع کردیم به ساخت هتل و خوشبختانه حالا به لطف خداوند و پیگیری‌هایی که خودمون داشتیم به نتیجه رسید. هتل و افتتاح شد در یک بازار خوبی بود، بازاری بود که سال گفتگوی تمدن ها مطرح بود و بحث توریست خارجی خیلی اوج گرفته بود. به بازار خوبی خوردیم در شرایطی که مازاد نیازی که بود را نمیتونستیم پاسخ بدیم. یعنی واقعا دیدیم که بازار خوبه، استقبال خیلی خوبی شد و با توجه به اینکه محدودیتی به هر حال غذا داشتیم ما و ظرفیت در پی می‌ریم که یه توسعه‌ای بدیم که صحبت از فروش هتل اون زمان اسمش هتل صدف بود که در خیابان حافظ. خب ما یه بررسی‌هایی کردیم و دیدیم که به دلیل مشکلات مالی که مالکان اون هتل دارن تصمیم گرفتن فروش کنن محلش رو. به هر حال رفتیم و اونا خرید کردیم و بعد از خرید یه بازسازی کلی در اون انجام دادیم چون که نیاز بود که هتل به روز بشه. خب خوشبختانه بازسازی سریع انجام شد و وارد بازار شد که همون بازار خوب حاکم بود و به زودی خودش را در یک فضای خیلی خوبی قرار داد. خب این امیدواری ما را مضاعف کرد که به هر حال الان توی شرایطی که دو واحد گردشگری فعال و مورد استقبال به هر حال مسافرین هم قرار گرفته بود از این رو ما خب خیلی خوشحال بودیم که توی این عرصه قدم گذاشتیم و خود این مایه خوش کردیم و به هر حال تلاش مضاعف شد برای ما چون طبیعتاً اگر که به یک بازار سردی می‌خوردیم ممکن بود خیلی از قدم‌های بعدی رو بر نداریم ولی تو استارت اولیه خوشبختانه بازار خوبی در بود و ما هم استفاده کردیم از این بازار. کما اینکه عرض می‌کنم بسیاری از دوستان و صاحب نظران اعتقادش بود که ورود به این صنعت الان شرایط خوبی نداره ولی واقعا شرایط اقتصادی جوری بود که مناسب شد برای بحث گردشگری. بله همونجور که عرض می‌کردم بعد از اینکه خب هتل صدف رو ما خرید کردیم و بازسازی کردیم تصمیم گرفتیم که اسممون رو هم عوض کنیم که توی اذهانی که ذهنیت داشتم توی هتل صدف یه تغییر مدیریتی ایجاد بشه یعنی بدونم که اتفاقی تازه‌ای توی این هتل افتاده و با یه نگاه نو مسافرین را بتونه جذب. تصمیم گرفتیم هتل صدف رو تغییر نام دادیم با هتل ستاره و اینکه خب حالا به هر حال اسمایی که ما رو هتلمون گذاشتیم تمام اسمای آسمانی اسمایی نیست که حالا نه بحثای ملیتی، مذهبی، نمیدونم سیاسی هیچ کلمه از اینها نباشه. یه اسمی باشه که مطلوب هم از آسمان و ستاره و حالا پیامدش عرض می‌کنم همش اسمای آسمانی که به نظر خودمون انتخاب خیلی خوبی بوده. نگاه مثبتی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. خب هتل ستاره دایر شد و خوشبختانه اونجا هم تونستیم که ما توی بازار گردشگری یک بازار خوبی براش ایجاد کنیم. استقبال خوبی بود. ما فعالیت‌های ساختمانی قبلا داشتیم. قبل از کار هتل آسمان یا ستاره فعالیت‌های ساختمانی داشتیم. محلی داشتیم توی خیابان امام خمینی. تصمیمم بود که یه مرکز تجاری بسازیم و دفاتر کار و تجاری.
با نقشه اولیه و پروانه ساخت اولیه مرکز تجاری و دفتر کار شروع کردیم. به محض اینکه صفر کاری اون شد یه مثل اینکه یک جرقه‌ای توی ذهن من زد که چرا کار خودت را ادامه نمیدی، چرا پا دوباره توی کار جدیدی بگذاری و به ناگاه تغییر کاربری رو محل دادیم و رفتیم کاربری اون رو تبدیل به هتل کرد. خب چون که صفر کاری اونجا شده بود محدودیت و یه فیزیکی و اجرایی و ستون‌گذاری در پروژه مالی ما در دست بالمون رو بسته بود. ولی خب خیلی فکر کردیم، حالا تجارب بهره برداری از دو هتل داشتیم، نیازها و حالا پشتیبانی و خدماتی رو که در اون مجموعه بود و بیشتر میتونستیم مدیریت کنیم روش که به چه صورتی اینجا رو میشه برای کاربری هتل تغییر داد و به نتایج خوبی رسیدیم و حالا یه مجموعه ای شد که بحث هتلداری و گردشگری رو تونستیم که اون تقویت کنیم و شروع کردیم به ساخت و تکمیلش که سال 97 بود که اون هتل افتتاحی رسمی شد توسط وزیر وقت اون موقع آقای مومنستان اومدن اونجا افتتاح کردن و به هر حال شروع کرد به فعالیت. در دوران ساخت ما تصور این بود که ممکنه انتخاب موقعیت و لوکیشن اون هتل متناسب با نیاز گردشگر نباشه، چون یه مقداری از مرکز شهر دور، خیابان امام خمینی و نزدیک مراکز صنعتی دلبری داشتیم دیگه. به هر حال منتها به دلیل اینکه پشتوانه دو مجموعه داشتیم ذهنمون این بود که اگر که استقبال آنچنانی هم نشه ما میتونیم با ساپورت از اینجا و هدایت یه بخشی از مسافرین این دو مجموعه به اونجا هم به هر حال موفق بکنیم. با این فکر بودیم حتی اول، ولی خوشبختانه به محض اینکه خب افتتاح شد، البته با توجه به اینکه نوع معماری اونجا و متریال و فضاهایی که اونجا ما داریم فضاهای بسیار خوبی، یعنی متراژ اتاق‌هاش خیلی متراژهای بزرگی شد و حتی میتونم بگم متراژ اتاق‌هاش از متراژ هتل آسمان هم بزرگتر شد. نوع متریال و مساله و تجاربی که ما در ساخت مجموعه قبلی داشتیم خیلی تاثیرگذار بود روی مجموعه اون هتل، چه از لحاظ فضاها چه از لحاظ متریال و تجهیزات. خوشبختانه یک مجموعه خیلی لوکسی شد اونجا و خیلی زود جایگاه خودش رو در بحث گردشگری بیزینسی محکم کرد، به دلیل اینکه منطقه صنعتی بود و واقعا یکی از پیش نیازهای اون منطقه هم بحثی بود که یک هتل تو منطقه باشه. ما توجه خیلی به این موضوع نداشتیم که میتونه یه بخش زیادی از بحث اقامت اونجا رو بحث بیزینس کنه. ذهنیت داشتیم که گردشگران اینجا به اصفهان میان، منتها که نه، یه بخشیش هم میتونه بحث بیزینس چون توی مرکز صنعتی و خب هر مسافری اومد اونجا و خدمات اون مجموعه رو دید. ما الان توی نظرخواهی اونجا میتونیم بریم و واقعا ببینیم بسیاری از مهمانان حدود 90-95% با رضایت کامل تو مجموعه، چون هم خدماتمون رو واقعا خاص دادیم و هم محیط داخلی هتل هم محیط لوکس و تر و تمیز و فضای بزرگی هست. خوشبختانه اون هتل هم با استقبال خوبی مواجه شد. خب حالا نمیخوام اسم خاصی روش بگذارم چون دیدا مختلفه، حالا بعضیا به عنوان زیاده طلبی میگیرن. بنده اعتقادم اینه که اگر انسان توانایی کاری رو داره و اون کار را انجام ندهد یک دینی به اجتماع پیدا میکنه، یعنی حمایت و موقعیت خاص افراد اگر که بر اونها مسیر را تعریف میکنه توان رو در خودشون ببینن که بکنن، اگر نکنن به دیدگاه من ناسپاسی و ناشکری حالا هم برای اجتماع هم به درگاه خداست که شما بتوانی یک کاری بکنی، حالا خودت منافعی ببری و در کنار اون اجتماعی که در اون مشغول میشن، شغل ایجاد میشه،
بی بهره بمانن. این یک نوع دینی میشه برای شما. این نیست که شما بگید من برای چی بکنم، من نیاز ندارم. در اصل اون موقعی که شما مدیون هستید، مدیون موقعیتتون هستید. همینطوری که ما سرمایه گذارانی که در اصفهان داریم، حالا مثال بارزش میخوام در مورد آقای سردار بزنم. آقای مسعود سرداری که از دوستان بسیار عزیزی بنده هستن، به بنده خیلی لطف ویژه‌ای دارن. تصور بفرمایید آقای سردار یک مجموعه ساخته بودن، من فعالیت خودم کردم، ولی اینقدر ایشون وجدان مسئولیت اجتماعیش بالاست که احساس میکنه که در هر جایگاهی حتی حس خود ایشونه، من اعتقادم اینه که کاملا ایشون دینشون رو به اجتماعشون، به کشورشون، به استانشون، به شهرشون، به مردمشون ادا کردن. منتها ایشون حس مسئولیت اجتماعیشون قدر زیاد هست که مرتب در پی اینه که بتونه از توانی که داره باز هم استفاده بکنه و این واقعا یک حس خیلی خوبیه که انسان‌هایی که توانمند هستن و خداوند این لطف را بهشون داده و از طرفی حالا موقعیت اجتماعیشون هم جوری که از فضاهایی که براشون ایجاد شده، ارتباطاتی که تو موقعیت ایجاد میشه، ارتباطاتی که با مقامات استان پیدا میکنن و مقامات استان هم شناخت پیدا میکنن نسبت به اون موقع، میدونن که اگر اونا وارد یک کاری بشن میتونن موفق باشن، حمایتشون میکنن و اینها از تمام این شرایط استفاده نکنن و فراموش کنن اونا رو، واقعا مدیون اجتماع هستن. من با اون دید این حس رو در خودم کوبیدم که فعالیت نکنم و حالا با حمایت و با لطفی که برادرانم به من دارن و اعتمادی که برادرانم به من کردن همیشه در تمام امور کارها و پشتیبان من هستن، بازم ما عرض کردیم که پروژه‌های جدید کار کنیم بعد از این 3 پروژه. البته در بین هتل تایمی که میگم از سال 1387 ما هتل ستاره رو خرید کردیم و سال 90 یعنی 3 سال بعد در یک سفری که ما در جزیره زیبای کیش داشتیم و نمایشگاه سرمایه گذاری بود. داستانش خیلی جالبه که حالا خالی از لطف است که من داستان برای شما بگم. ما توی بازدید خیلی عادی که از نمایشگاه سرمایه گذاری در جزیره کیش داشتیم، بازدیدی داشتیم با یکی از دوستانمون و به اون غرفه خود سازمان منطقه آزاد کیش رفتیم و گفتیم آقا شما زمینم برای هتل میدیم. گفتن شما؟ من خودم معرفی کردم که مثلا من این فعالیت رو دارم. خب استقبال شد، ما رو نشوندن سر یک میز و شروع کردن به این تشویق ما که بعد توی جزیره کیشن شما میتونید فعالیت داشته باشیم و این زمین هست ما دیدیم اصلا ما رو گیر کشیدن. اصلا ما یه سوالی کرده بودیم، واقعا در پی این کار نبودیم ولی برنامه‌ریزی اطلاعات بگیریم. بعد دیگه دوستان ما رو دعوت کردن سازمان منطقه آزاد کیش که بیاین اونجا تا ما اونجا اطلاعات یا بیشتر بتونیم با هم فکری بکنیم. ما هم صبح به هر حال بازم با یه حس خیلی عادی و تصمیمی محکمی نداشتیم. رفتیم اونجا و خب نقشه ها دادن، چند تا زمین معرفی کردن. ما هم دیدیم مثلا موقعیتی که زمین ها بهتره، گفتیم اینا میخوایم. گفتم صبح یه درخواست بنویسید که ما بدیم و بیایم. ما یه درخواست ما نوشتیم ببینیم چی میشه. حالا درخواست نوشتیم دید مجددا نامه زدن که آقا موافقت شده و بیایم بر عقد قرار داد و باز ما بی تفاوت بودیم. مثلا یه تایمی گفته بودن که مثلا 2 ماه دیگه معتبر این درخواست شما. ما 2 ماه شد اصلا نرفتیم، دوباره نامه زدن که آقا چرا نمیاید و مثلا نمیدونم برای چی، ولی واقعا خودمون توی مسیر قرار گرفتیم که اصلا کار پیش میبرمون نبود. رفتیم و قرار دادیم بستیم و نقشه و پروانه و الان که دارم باش صحبت میکنم انشالله بیدارم که 4-5 ماه افتتاحیه اون هتل داشته باشیم که خب یک هتل 5 ستاره‌ای که در جزیره زیبای کیش احداث شده و خب ویژگی‌های خاص معماری‌های عهد صفویه را به صورت مدرن و المان‌هایی از معماری صفویه را ما اجرا کردیم که واقعا خودمون افتخار می‌کنیم به این کاری که شده تو مجموعه. واقعا بازدیدهایی که از اون مجموعه الان میشه از
مقامات مختلف، حالا چه مقامات استان اصفهان اومدن دیدن، چه مقامات خود اونجا، چه پیشکسوتان صنعت گردشگری و خودروداری کشور که بازدید میکنن از اون مجموعه، برای اونها واقعا یک مجموعه فاخری است. تمام یاد کردن از اون مجموعه. و حالا تجربه که رو این کار میخوام تو این بحث داشته باشم اینه که همون برمیگردم به بحث قبلیم که اگر توانی داریم و ازش استفاده نکنیم حمله بر ناسپاسی ما شروع میشه. بارها جمع برادر گفتیم که ما میتونستیم اون هتل هم نسازیم، ولی حالا یک هتل 5 ستاره با این عظمت ایجاد نشده و ما هم اون هتل نداشتیم، ولی اینکه اراده کردیم و قدم گذاشتیم. به هر حال یک ساختمانی احداث شده که هم اشتهارزاییش، هم اعتبارش، هم آبروش برای کشور، برای جزیره کیش، برای صنعت گردشگری باقی مونده. اینه که خیلی ارزش داره که انسان در هر شرایطی که هست از توانمندی‌های خودش به نحو احسن استفاده کنه. خیلی ساده از رو نگذره. اگر شما الان مثال عرض کنم، خود جمع دوستانی که حالا در پی این برنامه هستند این توانو دارند که این حرکت را ایجاد بکنن و بی تفاوت باشن و بگن چرا مثلا حالا نکنی من طوری نیست. به هر حال این اثر شما یه اثری ماندگار، یا ارزش همش. قرار نیست همه ساختمان بسازن، قرار نیست همه هتل ناشن. هر کسی در توان و مسئولیت و مسیر خودش، یعنی این نیست که همه باید یک کار متحدی بکنن، نه، با توانمندی ها و بینش ها و دیدهای مختلفی که افراد دارن و قدم بزنن تو همون مسیر و یا علاقه ای که دارن. درست. اینه که من اعتقادم اینه که این حرکت هاست که بله بعداً آدم احساس رضایت میکنه. من 10 سال الان هر روزم دارم میرم جزیره کیش برمیگردم، میرم 3 روز 4 روز 1 هفته اونجا هم برمیگردم، خانوادم اینجا تنها، منم اونجا تنها. واقعا سخت بوده، ولی از بارها با سوال کردن که پشیمان نیست، میگم نه از حیث مادیش که به هر حال اگه ارزش افزوده ای اون مجموعه داره برای ما جدا، خب اینا خودش ارزش جایگاه خودش داره، منتها از حیث وجودی، از حیث مسئولیت اجتماعی که به هر حال یه اتفاق افتاده است، یه تغییر به وجود آوردید، اثرگذار بودید، یه اتفاق مبارکی شده است. از این حیث وقتی موضوع رو میبینم خوشحال، یه احساس رضایت عمیق و تمام خستگی ها برطرف میشه. حالا همیشه به امید روزی هستم که اونجا افتتاح بشه و اگر من توی اون مراسم افتتاحی واقعا بتونم صحبتی بکنم، یه بخشی از مشکلات و که در اون مسیر داشتم اشاره کنم و در کنارش احساس رضایت بکنم و تشویق کنم انسان‌های توانمندها در هر زمینه‌ای که توانایی در خودشون میبینن، در هر زمینه‌ای که علاقه‌مندن. این علاقه رو من برمیگردم به خودم. من اگر تو این هر 3 پا گذاشته بودم و علاقه‌مند نبودم، مسلم نمیتونستم به این جایگاه برسم. احساس رضایت، علاقه‌مندی و اینکه ما در آیین مقدس ایرانی اسلامیمون همیشه میهمان را محترم، ارزشمند و عزیز میدونیم. همون رو ما اومدیم الگوی خودمون و میهمانانی که به مجموعه ما میرسن واقعا ما نهایت سعیمون اینه که بتونیم رضایتمندی را و اون حس منزل خودشون رو به نوعی به اونها القا بکنیم. میدونید شما اگر در قدیم منازل قدیم رو دقت بفرمایید، ما بهترین فضاها، چون منازل قدیم، خانه‌های قدیم بزرگ بود دیگه، فضاها بزرگ بود و یه فضای مخصوص میهمان به نام میهمان خانه توی خونه‌های قدیم، تو اون محل بهترین فرش‌ها، بهترین ظروف، بهترین مبلمان و بهترین المان‌های لوکس را می‌گذاشتن برای اینکه وقتی مهمان میاد اکرام اون رو داشته باشن، عزیز بودن اون رو بهش اعلام کنن که من بهترین امکاناتم رو در اختیار. یعنی یه سنت دیرین است که در فرهنگ ماست و
اون کجا توی تبلور پیدا کنه؟ در یک هتل. خب حالا ما میهمان رو این احترام رو براش قائل بودیم، میمده با عزت و احترام میرفته. ما اینجا توی مجموعه اقامتی باید همون امکانات فراهم بکنیم و در کنار اون هم در پایان از اون پولش رو دریافت کنیم. حالا اینجاست که شما وقتی از این کسی میخواید پول بگیرید، ببینید چقدر باید میزان رضایتمندی رو بالا ببرید که طرف با وجودی که پول به شما میده، بهای اون خدمات به شما میده، بازم رضایتمندتر. یعنی کار بسیار سخت‌تر از این مهمان فامیلی هست. این هنر اینجاست که شما تو اون زمان بتونید با اون میهمان خدماتتون رو اون چنان داده باشید که طرف با وجودی که بهای اون رو میده، بازم با رضایت اونجا رو ترک کنید. و اینا تمامش در اثر حالا دید مجموعه مالکان مجموعه اقامتی آسمان بوده که اینا القا کردن به زیر مجموعهشون، به مدیرانشون و با انتخاب مناسب مدیران مجموعهشون تونستن موفقیت رو برای خودشون کسب. بسیار. پس شما الان به طور مستقیم و غیر مستقیم مدیریت 4 تا مجموعه گردشگری و هتلداری رو بر عهده دارید، درسته؟ بله. ببینید خب 3 مجموعه که فعال هست الان، بله. هتل آسمان، هتل ستاره و هتل باران. هتل آسمان رویال کیش هم که عرض کردم حدوداً 4-5 ماه دیگه بتونیم افتتاح رسمی داشته باشیم. و خب اون مجموعه آسمان کیش یک مجموعه بسیار وسیع و بزرگیه. یعنی تمام مجموعه استان ما نیمه از اون مجموعه میشه. مجموعه خیلی بزرگیه و واقعا کار خاصیه اونجا، مسئولیت بسیار سنگینیه با شرایط اقتصادی که الان حاکمه تو بازار برای تکمیل راه اندازیش از لحاظ خب گرانی که هست برای تجهیز کردنش، برای نیرو، برای اسکان نیروهاش. یعنی کار بسیار سنگین و سختیه. ولی ما به خودمون عرض کردم با همون اعتماد به نفسی که قبلا داشتیم با همون دید میریم جلو و مطمئنیم که موفق بشیم، چون پشتوانه خدمات این مجموعه ها رو ما برای اونجا داریم. مدیران آموزش دیده و مدیران با تجربه که در مجموعه های اصفهان داریم را میتونیم ازشون بهره بگیریم در اون مجموعه و یک مجموعه موفق تر از مجموعه دیگر اونجا انشالله امیدوارم که بتونیم اونجا راه اندازی. از اون نقطه‌ای که شما فرمودید پا گذاشتید به صنعت هتلداری تا امروز چه مدتی میگذره؟ چند سال میشه؟ 20 سال تقریبا الان زمانی که ما توی این رشته فعالیت داریم. و به عنوان کسی که فرمودید حالا باور دارید به اینکه افراد باید از حد اکثر پتانسیلشون استفاده بکنن، حالا چه برای جامعه و چه برای کمک به خودشون و مسائل دیگه، فکر کنید چه ویژگی‌هایی در شما بوده که باعث شده تا این نقطه بتونید پیشرفت بکنید و برای استفاده از حد اکثر پتانسیل بقیه افرادی که این پادکست رو میشنون چه کاری میتونن بکنن برای اینکه حالا صدا رو از پیش راهشون بردارن و بتونن بیشترین استفاده رو بکنن؟ خب من این بحث شما رو تو 2 بخش میکنم که یه بخش اولش دلم میخواد زودتر از سوال هستیتون جواب بدم که خواهش که من از دوستانی که حالا لطف دارن و به این پادکست گوش میکنن اینه که چون که من در سایه عرض میکنم مسئولیت اجتماعی و اعتمادی که مردم میکنن به ما و این مطالب رو گوش میدن، واقعا باید واقعیت ها رو عنوان کنیم، نگیم که با چشم بسته و با یک ذهنیت دور از آگاهی، بدون تحقیق، بدون کارشناسی پا تو هر کاری بگذارن. این اگر که بگیم که به امید خدا و یه سری سخنران هست که توی بحث من میشنم توی شبکه‌های اجتماعی سخنران انگیزشی میشه، بله چشم رو ببند از صبح عزم کن تو میشی نمیدونم کی اینا واقعا فریب میده افکارا و ممکنه اونها رو به نابودی برسونه. با توجه به اینکه اعتماد میکنن به هر حال سخنران و یا گوینده، اینکه من خواهشم از دوستان اینه که هر کسی با شرایط خودش تصمیم گیری بکنه، هر کسی در جایگاه خودش، موقعیت خودش تصمیمش رو بگیره برای آینده. تصمیم های بزرگ گرفتن به هر حال امکانات و موقعیت خودش رو میطلبه. این نیست که هر کسی که مثلا من میگم من گردشگری و هتلداری را دوست داشتم و اومدم و حالا مثلا رسیدم به این جایگاه، بسیار از دوستان ممکنه موقعیتشون متناسب با ما نباشه، اینه که پا گذاشتن توی این کار برای اشتباهه. میتونن تو شبکه‌های
حاشیه‌ای اون فعالیت داشته باشن، یعنی با توانشون و علاقهشون در همون سطح و میزان وارد اون فن و حرفه و یا صنعت بشن. این نیست که ما این مرتبه بخوایم همه رو امیدواری بکنیم امیدی که تهش به نابودی برسه. خب این ظلمه، ولی در هر موردی که علاقه‌مند هستن با توجه به تواناییشون آینده را روشن ببینن، مایوسانه وارد اون قضیه نشن، برای که اگر مایوس وارد اون مسیر شدن هیچ موقع موفق نمیتونن بشن. از این رو من این بحث رو میکنم و اینکه حالا اصل سوالاتون این بود که بفرمایید من چه ویژگی هایی فکر می‌کنید به شما کمک کرده که تا خب ببینید یه ویژگی اول عرض کردم اعتماد به نفس، علاقه است. من روی علاقه من خیلی تاکید دارم. شغل ما شغلیه که من اگر همین فعالیت خودم رو در امرهای دیگه کرده بودم ممکنه موفق تر از این باشه. مثلا در زمینه ساختمانسازی در مسکونی یقینا الان جایگاه اقتصادی بالاتر بود، ولی اصلا به این فکر نمی‌کنم و پشیمان نیستم، چون کارم رو دوست داشتم و علاقه داشتم بشه. مهم اینه، چون اگر دیدگاه شما صرف اقتصادی باشه من به دوستان توصیه میکنم تا توی صنعت نگذاریم. صرف اقتصادی شغل ما مسائل اقتصادیش تناسب با خودش بوده، رشد آنچنانی در این بحث در مسائل اقتصادی و مالی نیست. یعنی کسانی که در پی رشد اقتصادی مالی و اینکه پولدار بشن و روز به روز اموال و مالشون زیاد بشه، من توصیه میکنم که اصلا توی این قدم نگذارن توی این هست. ولی کسانی که نه، یک زندگی آبرومند میخوان داشته باشن و علاقه‌مند هم هستن به این کار، در پی مسائل اقتصادی کمتر هستن، وارد این صنعت بشن خیلی خوب. خب ما از جمله افرادی بودیم که علاقه‌مند بودیم به این که توی این عرصه پا بگذاریم، دوست داشتیم شغل خودمون، از یه طرف اعتماد به نفس، پشتکار و خسته نشدن از مشکلاتی که تو مسیر ما بوده بسیار زیاد. من برای خودم آماده کردم یک شعری رو در مراسمی که انشالله برای افتتاحیه هتل آسمان رویال کیش می‌خوایم بکنیم، اینه که اگر اشتباه نکنم روغنی در شیشه بینی پاک و روشن ریخته، قافلی بر سرچه آمد کنجد و بادام را. ببینید کنجد و بادام را قدیم روی سنگ روغنش گرفتن در اثر فشار زیاد، ولی نهایتا اون روغنی که تو اون شیشه ریخته هست ما ببینیم چقدر خوبه نتیجه دیده میشه. بحث ساخت هتل و مسائل و مشکلاتش مثل همون کنجدی که زیر سنگ آسیا باید اینقدر دوام داشته باشه. یعنی واقعا سختی ها و فشارهایی که روی ما بوده برای بحث حالا هم ساخت این مجموعه ها و مخصوصا اون مجموعه به دلیل اینکه توی یک شرایط خاص اقتصادی اتفاق افتاد، شرایطی که هیچ موقع تاریخ اقتصاد ایران و یا تاریخ اقتصادی هیچ کشوری نشون نمیده که مثلا ما زمانی که وارد اون پروژه شدیم دلار 1200 تومان بوده، ما هم داریم ما دلار 55 تومان داریم طی می‌کنیم. یعنی اصلا قابل پیش بینی نبوده و بخش خصوصی هم همیشه توانش محدوده، تعریف شده است. این نیست که از منابعی مثلا جای دولتی بتونه استفاده. درست. خب تو این راستا طبیعتاً فشارها بسیار زیاد بود. ولی همون بحثا برمیگردن به سوال جناب عالی که مقاومت، تحمل، تصمیم، اعتماد به نفس، علاقه و همه اینها در یک مجموعه میتونه موفقیت در بیارش. دانش روزش، مشاوره های خوب، اکتفا نکردن به تفکر خودش، بحث تفکر جمعی و
از هر گوشه‌ای بتونی شما یک تجربه کسب کنی از افرادی که صاحب نظر هستن. شما توی یک ملاقات کاری ممکنه 1 ساعت 2 ساعت توی مجموعه با یکی صحبت کنید، ولی ممکنه یه جملهش برای شما ارزشمند باشه. همون جمله تو زندگی شما خیلی نقش میتونه داشته باشه. من واقعا سعی کردم همیشه با آدمای بزرگ، آدمایی که فکرای باز دارن و اعتقادی به تفکر جمعی داشتن که خیلی میتونه نقش داشته باشه. همچنین روابط عمومی بالایی هم. شما اگر که توی این بحث گردشگری، هتلداری و کلاً این صنعت اگر که آدم برونگرایی نباشه، آدمی که از روابط عمومی بالا برخوردار باشه، میزان موفقیتات خیلی کم میشه. یعنی باید بدونی که در سایه ارتباطات خیلی از گره های شما حله، خیلی از مشکلاتت و برای شما یه سرمایه میشن اونها که باشون در ارتباط هست. اینها مجموعاً من اعتقادم اینه که ما ازش استفاده کردیم و حالا رسیده به این موقعیتی که حالا لطف خداوند بیشتر. خیلی ممنون. خب نسبت به اون جمله‌ای که گفتیم به این جامعه، من هنوز سوال دارم به خاطر که خیلی مهمه. ما می‌بینیم که خیلی از بچه‌هایی که توی این صنعت هستن یا بودن، به خصوص قبل کرونا، اینا خیلی بچه‌های فعالی هستن و می‌بینی که علاقه داره، پشن داره، توانایی داره، مهارت داره، اما یا خود من، مثال خود من چندین بار من تصمیم گرفتم که از صنعت هتلداری گردشگری خارج بشم. چندین بار متعدد. واقعا چه توصیه‌ای برای این دسته از آدمایی دارید که مثل من میترسن یا حالا به هر صورت ما اون مسئولیت مدیریت که من قبول کردم مسئولیت بسیار سنگین بود. مدیریت هتل بوده، سرمایه گذاری نکردیم تازه مثل شما که پولمون رو توی این مسیر بذاریم و چه حرف، یعنی چه توصیه‌ای برای مدل شما یا کسایی که مثل من حالا میترسن یا از بار مسئولیت خودشون خودداری میکنن؟ ببینید توی بحث ورود به زندگی و مسئولیت هایی که انسان توی مسیر زندگیش براش ایجاد میشه، متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد کشور واقعا گرانی و به هر حال شرایط اقتصادی موجود آرامش و آسایش از همه بریده، از همه اقشار هست میکنم، از پایین ترین اقشار که زیر بار فشار اقتصادی هستن تا حتی بالاترین اقشار که در پی به هر حال پروژه های بزرگ هستن، برنامه ریزی کردن و همه اونها دستخوش این حوادث حالا بعد هم اقتصادی هم مشکلاتی که تو بحث سیاسی و ارتباطات بین کشور با کشورهای دیگه پیش میاد و به هر حال بازخوردهایی که ایجاد میشه، مثلا یه صادراتی طرفداری میکنه با یک کشور رابطه خراب میشه، یه صادرات میشه یا یه واردات میکنه محصول مواد اولیه کارخونه‌اش بعد ورودش مشکل میشه، تولیدش به مشکل میرسه. میخوام بگم شرایط اقتصادی فعلی برای همه مشکلات ایجاد کرد. یکی از بحثایی که کسانی که حالا نتیجه ناوالی دوست و علاقه من به ورود به این صنعت هستند و مواقعی در تفکرات خودشون، در تصمیمات خودشون گیر میفتن که یا واقعا این تصمیم به جایی هست یا نه، ورود به این هسته یا قبول این مسئولیت. یه بخشیش برمیگرده به مسائل اقتصادی. یعنی طرف میگه که من مثلا میخوام یه مسئولیت مدیریت یک مجموعه بپذیرم. حالا این مدیریت مجموعه من خیلی هم تلاش کنم، علاقه من باشم و با این علاقه وارد این کار بشم، نهایت یک مدیری میشم که مثلا در ماه مثال حقوق 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان میگیرم. بله؟ تمام توان، علم، وقت، تعهد، تجربه خودم هم دارم به کار میگیرم. خب من با 20 میلیون تومان تو زندگی نمیتونم یه زندگی و برای خودم و برای خانواده خودم رفاهیات متوسط جامعه رو داشته باشم. این یه مرتبه ضربه میزنه به تصمیمه و تمام تصمیم اون رو تحت شعاع قرار میده. در پی اینه که یه کاری بکنی که مثلا
حد اول اینه که تأمین مالی خودش و ضمانت آرامش خانواده‌اش داشته باشه. این سردش میکنه، طرف دل سرد میشه از تصمیمی که داشت. درست. بعد متاسفانه این نه در این صنعت باشه، در بسیاری از مشاغل، حالا جدای از بحث سرمایه گذاری، بحث سرمایه گذاری کلان بود، در بحث رده‌ای کسانی که توانمندی هاشون رو میخوان در این عرصه به ظهور برسونن به عنوان مدیریت و یا ایده و خلاقیت هایی که در وجودشون هستن رو به کار بگیرن دارن، در این سطح میگن. بعد طرف احساس میکنه که اگر بره توی شغل جدید اون ممکنه براش جایگاه اقتصادی بالاتری داشته باشه. دور این تغییر روش و تغییر فعالیت رو بر خودش ایجاد میکنه. 5 سال 10 سال هم تو اون کار میره، میبینی که باز 2 مرتبه اینم با توجه به شرط اقتصادی گریبانگیری تمام صنوف، تمام مشاغل، تمام رفت، میبینی که باز اونم همینه. این یأسی که در وجود افراد هست بسیاریش به نظر من منشأ اقتصادی داره. برای که اگر یه علاقه‌مندی اولیه در وجود شخص باشه و در یک محیط مناسب رشد قرار بگیره، این میرسه به جایگاه مطلوب خودش و مطلوب اجتماع. ولی شرطش اینه که تأمین مالی اقتصادی باشه. من خودم در رستوران میشینم، موقعی با برادرم صحبت میکردم که من چقدر دلم میخواد که این بچه‌هایی که توی رستوران دارن میکنن با روی گشاده و چهره خندان با مهمانان صحبت کنن. بعد خودمون جواب خودمون رو دادیم که مگه میشه یه نفر که توی جیبش 5 تا دفترچه قسط بانک‌ها و قرض الحسن‌های مختلف داشته باشه، هر روز مشکلات بدهی یا هزینه‌های جاریش یا قسط خونه یا اجاره خونه یا ماشین، قسط ماشین و هزینه‌هایی که هممون واقفیم بهش، هزینه تحصیل فرزندانش، تمام ذهنیت اینا رو مشغول کرده. ما انتظارمون انتظار بیجاییه تو این شرایط اقتصادی که توقع داشته باشیم یه نیرو با این حقوق که از ما دریافت کنه تازه اوج گشاده روی و شاد باش و انرژی مثبت رو به مهمان ارائه کنه. این توقع بیجایی. یعنی همه اینا رو میخوام در جواب شما که به ما چه توصیه میکنید. واقعا از دیدگاهی خود شما میخوام به این مسئله بگم. اگر من از دیدگاه سرمایه گذار بگم ممکنه توقعات بیجایی باشه، ولی وقتی میام در قالب یک مدیر، یک مسئوله بخشی، میبینم که خب اون طرف میخواد واقعا با علاقه، با میل تمامی توان خودش به کار بگیره، ولی مشکلات که گریبانگیر اقتصاد روزمرگی اون هست دست اونو میبنده، تفکراتش رو محدود میکنه. این خیلی سخته. ولی نهایت هم اینو میگم که هر کسی پا گذاشت تو هر رشته‌ای و قبول کرد که رشته فعالیتش اینه، باید فقط معطوف به همون کار فکر کنه. اگر این تغییر رفتاری و تغییر سلیقه‌ای برای آینده و شغل خودش بده، حالا به صورت مثلا نمیگم به کل، ولی یه بارم تست کنه، ولی اگر هر روز بخواد شاخه به شاخه بپره تو هر زمینه‌ای موفقیتش بسیار کم میشه و به اون جایگاه توانمندی خودش و اثبات این که من شرایطم چیه را واقعا از خودش دور میکنه. کما اینکه ممکن است ما افرادی رو داشتیم که من نمیخوام اسم ببرم، ولی من تو ذهنم هست افرادی بودن که مثلا یک آژانس گردشگری فعال بود با یک نیروی تازه کار. بعد از گذشته چند سال و هم تفکراتی که و خلاقیتی در وجودش بوده، ایده پردازی می‌کرده، رسیده به جایگاهی که یکی از بزرگترین چارتر کننده‌های پرواز کشور هست. افراد اینجوری هستن. الان چند مدت بعد چارتر خودشون دارن. اسفانی کسی نه اسفانی نیست، شما نمی‌شناسید. حالا صحیح نیست من بخوام. منظورم اینه که واقعا رشدهای خیلی زیادی کردن در اثر توان خودشون، در اثر فکر خودشون، تلاش خودشون،
تجربه خودشون. این هم نیست که همیشه در یه جایگاهی بمونه. در همون شرایط هم اگر که طرف تفکرات خاص داشته باشه بازار اون رو جذب میکنه، یعنی سرمایه گذار در به اون تفکر میده و ممکنه ایده های مشترکی بدن برای سرمایه گذاری های آینده و به نوعی اینها بتونن وارد یک بازارهای جدیدی بشن. این هم نیست که من نمیخوام خیلی ناآگاهانه این به اصطلاح اینو انتقال بدم که فکر کنه هر کسی که پا میذاره توی میدون حتما میتونه. نه، تو تفکرات شخصی، توی ایده های شخصی، توی اون ذات مدیریتش، توی اون پویا بودنش، همه اینا نهفته است و افراد با هم فرق میکنن، ولی معتقدم که میتوان از صفر هم رشدهای بسیار بزرگ توی داشت. خب الان با توجه به اینکه می‌بینیم ما خیلی از بچه‌ها تمایل دارن به مهاجرت و همزمان ما توی بخش هتلداری کمبود نیروی متخصص داریم، این چالش‌ها رو شما چه روی کردین نسبت بهش دارید؟ خیلی مسئله مهمی رو اشاره کردین. من اخیراً خیلی توجه به این موضوع دارم میکنم که بحث فرار مغزها، فرار نیروها که از این کشور داره اتفاق میفته. من میگم بالاترین ضرر و زیانی که در شرایط فعلی کشور داره میده، یعنی تمام تحریم ها، تمام مسائل به یک طرف، اینکه ما خالی میشیم از نیروهای خوشفکر و من تحصیل کرده و اینها دارن مهاجرت میکنن به کشورهای خارج. واقعا ضرر جبران ناپذیر. یه بخشی از اینها میتونه به بحث سرمایه گذاری برگرده که میتونه اونها رو حفظ کنه، ولی بخش عمده‌اش به سیاست‌های کلان کشور و به هر حال حاکمیت بستگی داره که اینها رو چجور بتونه نگه داره در این کشور، نگذاره اینها از دست برن. چون به هر حال ما از این دورانش سخت اقتصادی سیاسی گذر میکنیم و به یک دوران با ثباتی میرسیم. اون موقع است که ما نیاز داریم به نیروهای خوشفکر، نیروهای توانمند و یه مرتبه می‌بینیم خالی شدیم از این. اینا هیچ جور نمیشه جبرانش کرد. ما در مجموعه خودمون اینجا امتحانات آیلتس داریم هر هفته. بله. و من میبینم چه هجومی از انسان‌های خوشفکر و توانمند با ضریب‌های بالا اینجور سراسیمه میخوام یعنی امتحان رو بدن و به نوعی بحث مهاجرت براشون اتفاق بیفته. واقعا نگران کننده است. واقعا نگران کننده است. مسئله بزرگیه. بله، این اصلا ببینید ما کمبود نیرو، حالا بحث و صنعت ما که من واردش میشم گفتگو میکنم، ولی این بحث فرار مغزها و مهاجرت تو کلیه بخش‌های کشور، تو صنعت، دانشگاه، تو تولید، تو کشاورزی، تو پزشکی، هر بخشی که فکر کنید داره این اتفاق میفته. درست. فقط گردشگری نیست. و عرض میکنم واقعا این رو من یک معضلی جبران ناپذیر میبینم توی اتفاقاتی که در شرایط فعلی توی کشور داره میفته و ای کاش که خیلی زود ما بتونیم زمینه رو برای ماندن اینها و کمک به زندگیشون، تأمین امنیت فکر اینها از لحاظ اقتصادی، تشکیل خانواده، کار، اشتغال، اینها ایجاد بکنیم که این میل رو کم رنگ بکنیم و برسونیم به بی رنگ شدن. اگر قراره کسی مهاجرت کنه بره تحصیلات عالیه بکنه برگرده خدمات بده اینجا، نه اینکه تحصیلاتش اینجا میشه، هزینه هاش اینجا و تجربه اینجا را تازه میبره تو کشورهای خارج. اینه که این واقعا دامنگیر کلیه بخش‌های کشور. حالا بخش صنعت و هتلداری که اون هم به هر حال تأثیر از کلیه بخش‌ها هست و آسیب پذیرتر
به این دلیلی که ما در بحث صنعت گردشگری به دلیل اینکه اطلاع دارید که شکننده ترین صنعت ما معرفی شده و اثبات شده با کوچکترین اتفاقی بحث گردش و سفر میره در رده های آخر. تجاربی که چند سال اخیر داشتیم اتفاقاتی از هر موقعیتی، از سیل گرفته تا بیماری گرفته تا تحریم گرفته تا اغتشاشات گرفته تو هر بخش تا سقوط هواپیما، هر چی که فکر کنید شما آثار مستقیمش تو این بخش. خب این بخش وقتی آسیب دید، مخصوصا مثلا یه دورانی مثل دوران کرونا رو طی کردیم و میدونیم هتل‌ها مراکز اقامتی به تعطیلی کامل کشیده شد دیگه. خب طبیعتاً توان سرمایه گذارم در یه حدی که بتونه نیرو رو جذب کنه و وقتی نتونه اینا طبیعتاً جذب بقیه صنوف، بقیه صنعت‌ها و کارهای مشابه میشن و دو مرتبه اینا رو برگردن به صنعت کاری بسیار سختی. از یه طرف چون که حالا ما محدودیت‌های واردات داریم در کشور به عناوین مختلف و بخش صنعتمون حالا علیرغم مشکلاتی که دارن، الان ما نمیخوام بگیم مثلا بخش صنعتمون مشکلات نداره، ولی درآمد بخش‌های دیگه نسبت به بخش گردشگری خیلی فاحش و بهتر، خیلی شفافتره که اونها درآمدشون مثلا در امر عرض میکنم ساختمانسازی مسکونی، مجتمعات مسکونی و بازدهی سرمایه خیلی بهتر از بحث گردشگری. و بعضی از بخش‌های صنعت که انحصاری شده واردات نمیشه و تولیداتشون رو در بازار خیلی راحت میتونن، اینا درآمدشون بالا رفته و برای جذب نیروهای توانمند و حتی نیروهای پایین دست حقوقای بیشتر از بحث گردشگری میتونن پرداخت کنن و ما دوچاره یک خلأ نیرو در بحث گردشگری هستیم و آسیبی بسیار بزرگی ما در به نظر من آینده نزدیک داریم برای این بحث. چرا که ما خدماتمون یک خدمات استاندارد بین‌المللیه، یعنی شما فکر کنید یک توریست مثلا میره توی یک کشور اروپایی چه خدماتی از یه اتاق میگیره وقتی ورود به اون اتاق پیدا میکنه، مجموعه خدمات که در یک هتل میگیره و مجموعه خدمات که در هتل من میگیره هیچ تفاوتی نداره. درست. بعض هزینه هاش، نگهداریش. منتها من فقط درآمدم نسبت به اون مثلا 1/3 یا 1/4. خب حالا 1/3 یا 1/4 رو باید نیروی انسانی تأمین بکنم دیگه. خب طبیعتا نمیتونم، چون اون الان معادل درآمدش با من چقدر تفاوت داره و تأمین نیروی زیر مجموعش به دلیل درآمد بالاش خیلی راحت تر. من اینجا محدودیت درآمد دارم با توجه اینکه ما تمام هزینه‌ام بر اساس دلار، یعنی شما قیمت یک متر پارچه یک ملحفه شما مقایسه میکنید با کشور خارج الان یکیه. یک تلویزیون، یک تلفن، تمام امکانات از لحاظ تأسیسات، سیستم نگهداری مجموعه، چیلرش، نمیدونم فنکوئلش، لوسترش، هر آنچه که شما فکر کنید در یک مجموعه اقامتی هست تمام قیمت بر اساس دلار، ولی ما این طرف درآمدمون ریالی. خب این تفاوت هزینه و نگهداری و درآمد موجب میشه که ما محدودیت برای پرداخت هزینه به نیروی کارمون داشته باشیم. این موجب میشه که نیرو نتونه تو اونجا تحمل کنه. بعد ما سعی میکنیم مثلا هر نیرویی که میاد اون رو جذب کنیم. خب این نیروها حالا بحث آموزش که خودش یک بحث مفصل و یکی از رکن‌های بحث هتلداری هست و من بعد اگر نیاز میرم داخلش باشم، شما باید به این نیرو آموزش بدیم و اینو بیارید توی سیستم تا بیایم زمان صرف کنیم برای آموزشش، میاد و دو مرتبه شما اگه نتونید تامین مالی کنین 2 مرتبه از شما دور میشه. درست. یعنی ما هم فشارهای مضاعف آموزش داریم، هم از یه طرف ماندگاری نیرو توی مجموعه کم میشه. دلیل تفاوت اینه که واقعا توی این بخش ما خیلی مشکل داریم. خیلی روز به روزم بیشتر میشه. در اینکه نیروهای کار آمد، نیروهای خلاق، نیروهای خوب دارن میرن
خیلی بد، این یه فاجعه است برای بخش گردشگری. شما اگه برسیم به یه جایگاه اصلی گردشگری کشورمون و شهرمون خصوصا و مورد تقاضای توریست بین المللی از همه کشورها بشیم، یه مرتبه بینیم زیر ساختمون آماده نیست و کم داریم و اثرات منفی میگذاره. یعنی همون تعدادی هم که میآیند وقتی میبینن ما خدماتمون خدماتی که استاندارد نیست، نیروهامون نیروهای آموزشی، نیروهای مناسب، حالا از لحاظ فیزیک، چهره، نوع برخورد، تحصیلات متناسب نیست، اینها اثرات معکوسی روی آینده گردشگری داره. اینه که واقعا میطلبه که بگم هرچه زودتر ما بتونیم با ابزارهایی که داریم بتونیم از فرار مرزها و اینکه این نیروهای توانمند رو واقعا جلوگیری کنیم از خروجشون از کشور. جلوگیری نه جلوگیری حکمیت، جلوگیری که بتونیم مساعد کنیم که اونها تصمیمشون رو بر این روال نداشته باشه. مسائل نیروها بسیار مسائل بزرگی هم مسائل بسیار بزرگی هم خاطر اینکه اولی که جوونا خب با مسئله اقتصاد و درآمدشون خیلی مواجهن. ما الان می‌بینیم که اگه کسی بخواد توی هتل موفق بشه، به قول شما مدیر هتل میشه با حقوق 20 تا 25. الان یه هتل توی تهران آفر داده به من که بیا اونجا 25 تومن استارت بزن. خب نمیشه تو تهران تو بری با 25 تومن مدیر یه هتل 4 ستاره بشی. همش بود اجاره کنه یه جا. با آفرین یعنی باید اجاره خونه بدی، رفت آمد بدی و خورده خورش بدی. سربار خیلی داره. در حالی که تو اگه بریم به عنوان مثال، حالا اینم باز پارت تایم، فول تایم نیست، یعنی همیشه نیست، تور لیدر بشی میتونی با 10 تا تور درآمد ارزی داشته باشی. خب طرف چرا بیاد هتل داری کار کنه؟ مثال خیلی مهمه. این یکی از کسایی که تازه اینجا میخوان بمونن اینطوری فکر میکنه یا آقا من این هم مسئولیت به جون بخرم که چی؟ نمیدونم با این سازمان با نارضایتی مهمون این مهمون میاد شاکی ساعت 2 نصف شب، خودتون میدونید 2 3 4 زنگ میزنن، استرس، فشار و واقعا کار سختیه و 4 تا هتلی که شما رو هندل کردید و تخصصی برید ادامه میدید. یکی از چیزایی که من میگم آقای بی واقعا داره چیکار خیلی سنگینه، هتل داری کار بسیار سنگینیه و واقعا علاقه میخواد برای کسایی که بخوان بمونن و امیدوارم که زیر ساخت‌ها و نیازهای جوونا تو این عرصه خیلی بهتر بشه که انگیزه‌هاشون بیشتر بشه، درآمدهای بالا. من میبینم که مدیر هتل خب مثلا 50 تا اتاق داره و داره زیر حقوق اداره کار میده. خب بحث اینجاست که من بعضی اوقات با خودم فکر میکنم، میگم این آقای ایکس اگه با خودش درست فکر کنه، اگه اون پذیرشگر شبشار حقوق درست بده، نمیگیم حقوق بالا بده، حقوق درست بده 100% بازدهیش و اون ظرفیت اتاقش بیشتر پر میشه. در حالی که وقتی داره 1 میلیون تومان به خاطر 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان زیر اداره کار میکنه یا میبینیم که داره 10 روز 20 روز حقوقا رو دیر میده، چه اتفاقی میفته؟ روزی حس تعلق کم میشه، وفاداری نیرو. ما کاستومر، ما وفاداری مهمونه داریم و وفاداری نیرو هم داریم. وفاداری نیرو که کم بشه روزی یه اتاق نفروش، هر روزی یه دونه اتاق برای یه هتل 50 اتاقه. الان قیمت اتاقای شما حدوداً باید 1500 تومان باشه، داودتون میگه 200. خب روزی یه دونه اتاق میشه ماهی 60 میلیون تومان. خب آقا واقعا سوال بپرسه اون هتل دار با خودش که آیا ارزشیشو داره و واقعا میفته این اتفاق. یعنی وقتی که یه نیرو حقوق کم میدن، وقتی که یه نیرو حقوقش رو دیر میدن، یا وقتی که یه نیروی خطایی داره میگن آقا 2 تومن از حقوقت کم میشه، خب بالاخره همه خطا دارن و خطای انسانی بزرگتر تو کشور داشته. خب حالا اگه این بخشیده بشه چه اتفاقی میفته؟ خب نیروی انگیزه بیشتری پیدا میکنه یا اگه حقوق درست بدن و موقع بدن و این اتفاقا نمیفته. به نظر من خیلی از این مسائل ما قابل حله. حالا یکی دیگه‌شون من پس آموزشی که شما اشاره کردید که من خیلی دوست دارم اشاره کنید بهش بازش کنید، به خصوص در مورد خودتون که آقای بیگی همونقدر که سخت تلاش میکنه چقدر رو آموزش خودش کار میکنه، چقدر برای آموزش خودش ارزش قائله، وقتشون رو میذاره رو توسعه خودش. چون که دوباره من پس برمیگرده به اینکه آدم وقتی به یه پله‌ای میرسن
تو اون پله همونطور که شما گفتید شما نخواستید بمونید دیگه، خب برای اینکه برید جلوتر باید دانشت هم بیشتر بشه. آقای بیگی چیکار میکنه تو همچین آقایی؟ چقدر تو هفته زمانش، چقدر تو ماه میذاره برای آموزش، چقدر نمیدونم شاید کورس ببینه، دوره ببینه، کتاب بخونه، یا حتی مباحث توسعه های فردی چقدر حائز اهمیت میدونه. اینا به خاطر این میگم که خیلی از جوانای ما اشتباهاتشون یا اون خطاشون به خاطر اینه که توسعه فردی و آموزش رو کم میبینن. واقعا فقط میرن کار شکست میخورن و اونا چون حائز اهمیت نمیدونن موفق نمیشن. از دید شما این چطوریه؟ خب این بحث آموزش که واقعا خودش یک بحث مفصل و دامنه داریه و یکی از ارکان حالا هر صنعت، هر کاریه، علل خصوص بحث گردشگری. چرا که من بارها گفتم نیروهایی که در بخش مختلف کار میکنن، صنعت، کشاورزی، معدن، بخش تولید، همه اینا معمولاً با یک دستگاه رو برو هستن، یک کار تعریف شده، یعنی انسان ها رو برشون نیستن. چرا یه تعدادی محدودی که به عنوان حالا فروشنده در یک سری بخش ها یا خدمات هستن، اینها باز ارتباط دارن، ولی یکی از مهمترین مراکزی که بحث ارتباط با مشتری، حالا اصطلاحاً که همون مهمان باشه برای ما، مسافر باشه، مهمه در بحث هتل که اون ظرافت نوع برخورد و آموزش لازم در اون بعدی که شما با میهمان و مسافر روبرو میشید تمرکز کنه. آیا شما کی هستید؟ چقدر آموزش دیدید برای اینکه با یک مهمان بدونید چجور باید برخورد کنید، چه اثری رو ذهنتون بگذارید. یه دستگاه رو برای شما نیست. شما میرید با یه دستگاه تراشکاری، یه دستگاه خشن داری کار میکنید. روتین چه اخم باشین، چه ناراحت باشین، ببخشید چه اصلاح کرده باشین، چه مرتب باشین، چه نباشین، چه روز قبل ببخشید توش گرفته باشین، چه نگرفته باشین، دستگاه حسی به شما نمیخواد، طلبی از شما نداره، تکلیفی هم شما ندارید در مقابل طرفتون. ولی تو بحث گردشگری و هتلداری رعایت جزئی ترین مسائل در نوع ارتباط با میهمان و برخورد و محیطی که شما ساید کردید بسیار اثرگذار، بسیار. خب تمام اینا در گروه آموزش هستش. شما تو این آموزش چه اتفاق؟ حالا این آموزش در دو بخش، من فکر کنم سوال شما این بود که ما در دو بخشی که آموزش که خودم میخوام ببینم، یکی هم این که چقدر علاقه و اعتقاد دارم به نیروهام آموزش بدم. این دو بخش. ببینید من خودم حالا تونستم واقعا در یه سری از دوره‌های مدیریت شرکت کنم، مثلا در کشور خارج رفتیم یه دوره‌های مدیریتی دیدیم و سعی کردیم مدیریت‌های کلان را آموزش بدیم که من جزئی ترین مسائل هتل را بتونم آموزش ببینم. خیلی خوبه برای یه مدیر، منتها بستگی داره به نوعی تفکر من در جایگاه سرمایه گذارم. مدیری که مستقیما در روز میخواد با زیر مجموعش کار کنه یقینا باید آموزش لازم ببینه. منتها من چون که اعتقادم اینه که انتخاب مدیران توانمند و لایق و حمایت از اونها بار آموزش از دوش من برمی‌داره. آموزشی که خودم بخوام مثلا برای چیدمان یک میز برای پذیرایی درست، یا مسائلی که در پذیرش میخواد اتفاق بیفته، یا مسائلی که در بحث تولید و آشپزخونه و کافی شاپ بیفته، این حالا اگه من بخوام وارد بشم تمام وقت من رو میگیره و من هیچ ادعایی این که من همه اینها رو آموزش دیدم بلدم ندارم. ولی تشخیصم بوده که مدیران لایق و با تجربه متعهد را به کار بگیرم، اعتماد کنم به اونها، پشتیبانیشون کنم و خودم در پی مسائل کلان باشم، یعنی در فکر توسعه، در فکر مشکلات، حل مشکلات مهم مجموعه ها اونها را گام بردارم. ذهنم را به شخصه برای آموزش خودم و زمانم را
نخوام برای اون کار بذارم، هرچند خیلی نیاز می‌بینم ولی تایم هم اجازه نمیده. درست. ولی انتخاب مدیر خوب، مدیر آموزش دیده، این میتونه بار آموزش از دوش خود شخص بنده برداره. ولی از یک طرف برای زیر مجموعه و نیروهایی که توی گردش کار ما نقش دارن، به نظر من آموزشی که از مهمترین ارکان میتونه باشه و من خودم توی سیستمم واقعا تاکید رو آموزش دارم، همیشه حمایت کردم. چرا که حالا این همه بحث ها و فرارسای مغز ها و اینا با اینا همش هنچینه با هم اعتقاد دارم که نیروی انسانی به عنوان یک ابزار نباید ببینیم توی سیستم. ما به عنوان سرمایه اصلی مجموعه باید نیروها رو ببینیم. یعنی سرمایه انسانی بزرگترین سرمایه ماست. چرا که ما یک ساختمانی به نام خودجری ایجاد کردیم با یک سری تجهیزات. احساس کنید هیچ انسانی تو اینجا نباشه اصلا ورود به این مجموعه ترس ایجاد میکنه، وحشت داره. کسی میتونه امنیت خوب به این ذهن بده، خاطره خوب ایجاد بکنه. تمام اینها در گروه نیرویان که تو مجموعه هستن که میتونن روح اون مجموعه باشن، چون یک جسم بی جان یک مجموعه ساختمان باشه و کسانی میتونن روحی و اون از خودشون، از روح خودشون بدنن که این ذهنیت ها مثبت به مجموعه باشه. همون نیروها هستن. یعنی سرمایه اصلی یک مجموعه بوده بحث نیروی انسانی، یا به عبارتی ما زیباتر ادا کنیم منابع انسان، چون من به همینا صرفا نیرو که ما احساس کنیم یک نیرویی که مثل یک ابزار میتونه برای ما نقش داشته باشه نمیتونیم یاد کنیم. به عنوان منابع یعنی ثروتی برای ما هستن، اونا خیلی نقش دارن و خب ما اگر این منابع رو بتونیم آموزش بدیم و وفاداری ایجاد بکنیم به یک روش‌هایی، یک مجموعه غنی داریم، هم ساختمان و هم نیرویی که تو اینجا هست. اینا درگیر آموزش. چرا که ما امروز کسانی که توی مجموعه اقامتی میان خدمات میگیرن که مسافر باشه، میهمان باشه، اینها انسان‌های هوشمندی هستند، انسان‌هایی که توی رده‌های بالای اجتماع هستند، توانمندی‌هایی داشتن، در زمینه‌های اقتصادی رشد کردن. یعنی تشخیص میده که توی مجموعه که میاد نوع برخورد، خدماتی که میدیم خوبه یا بد. اگر ما حس کنیم که میهمان و مسافر ما متوجه نمی‌شود که ما خدماتمون رو خوب داریم میدیم یا نه، یا بی تفاوتیم حتی نسبت به این موضوع، خیلی راحت به این موضوع میرسه. میهمان هوشمنده، میهمان فهیمیه، میاد که 4 یا 5 یا 3 یا هر رده‌ای. ما اگر فکر کنیم که اون این درک و فهم رو نداره که ما سرویسمون خوبه یا بده، واقعا خودمون در یک فقر فکری بزرگ هست. برسیم به این که میهمان تشخیصش کاملا واقعیه و اگر شما این غفلت رو داشته باشین که میهمان متوجه نمی‌شود، خودتون تو غفلت و جایگاه از دست میدید. باید بدونید با یک سری آدمای باهوش، زیرک، توانمند روبرو هستید که اینها ریزترین خدمات مجموعه شما را میبینن. ممکنه از سر کرامت و بزرگیشون به ضعف ما اشاره نکنن و برن ترک کنن مجموعه، ولی در واقعیت دقیقاً حس میکنه که این مجموعه هست که واقعاً با عشق و علاقه و نیت سرویس مطلوب داره کار میکنه یا نه یه مجموعه‌ای که فقط در بینه که فقط کسب درآمد میکنه. کاملا محسوس. خب اینها تمامش در گروه آموزش است که ما مجموعه رو غنی بکنیم از لحاظ آموزش. اینه که من اعتقاد راسخ دارم به بحث آموزش، حالا در هر سطحی، از پایین‌ترین سطوح پرسنلی تا حتی مدیران، که اینها باید به روز آموزش ببینن
و امیدواریم که با این تفکر همیشه بتونیم این آموزش رو در سیستم حکم. صحبتتون خیلی صحیحه در ارتباط با حالا خلق این تجربه و خدمات، مخصوصا صنعتی که اینقدر ظریفه به قول خودتون و حساس و شکننده است. سوالی که من دارم اینه که از چه استراتژی‌های آموزشی استفاده می‌کنید؟ یعنی این آموزشی که به نیروهاتون میدید برای اینکه اون تجربه برای مهمون اتفاق بیفته از چه طریقی هستش؟ به صورت روتین آموزشی دارید یا سعی می‌کنید نیروهایی رو بگیرید که از ابتدا آموزش دیده هستن؟ به صورت فعال اتفاقی در این راستا میفته توی مجموعه‌ای که دارید یا خیر؟ ببینید نه، نیروهایی که آموزش دیده هستن خیلی کم هستن که ما به آموزش که قبلا دیدن اعتماد داشته باشیم و خیالمون راحت باشیم کم هستن. متأسفانه با توجه به عرض قبلیم که قرار نیرو و وفادار نبودن نیروها، البته نیروهایی که در سطح اولیه ما هستن، یعنی نیروهای پایین دستمون خیلی وفادارشون کمتره. ما در بحث مدیرانمون حالا خوشبختانه با افتخار میگم که از زمان افتتاح آسمان تا کنون ما تقریبا 80% مدیرانی که در ابتدا انتخاب کردیم هنوز داریم باشون کار میکنیم و این جزء افتخارات این مجموعه و جزئی از موفقیت هاشی که از ارکان موفقیتمون رو در این میبینم که مدیران وفادار، مدیرانی که واقعا ما برشون احترام قائل بودیم، بهشون ارزش دادیم، بهشون بها دادیم و پشتوانشون بودیم، حمایتشون کردیم، اینا هم وفادار موندن و ما از بحث مدیرانی که در مجموعه هست واقعا یک مجموعه موفقی داریم و موفقیت هامون رو در گروه مدیرانی که توی مجموعه هستن داریم و جز افتخاراتمون تاکید میکنم که ما انتخابای اولیه‌مون خیلی خوب بود. خب داره داریم میریم جلو. خب اینا طبیعتاً آموزش های به روزی که به هر حال حالا هر چیزی در حال رشد، نمیتونیم بگیم که اگر یک کسی یه آموزشی در یه ساعت کافی براش خودشون ما هم مشوقشون هست که حتی در مراکز عالی آموزشی هم بتونیم اونها رو مشارکت بدیم که به روز باشه. بعد مسئولیت بعدی زیر مجموعه اینا هستن که زمانی که رجوع میکنن به سیستم ما طبیعتاً طی چند مرحله آموزش ما قدماتی داریم که حالا وقتی طرف میاد و میخواد وارد یه سیستم بشه واقعا یه سری اصول اولیه رو باید سریعا رعایت کنه دیگه، باید بدونه. اینو در مرحله اول میدیم، بعد خب اینها چنانچه وفادار موندن، ماندگار شدن تو سیستم، وارد بحث‌های بعدی میشن، آموزش‌های دوره‌ای بعد از اون که حالا اینا مکمل آموزش اولیه و لازمه بودنشون در مجموعه میشه. این بحث آموزش طی چند مرحله صورت میگیره و حالا خوشبختانه عرض میکنم ما مدیرانمون که هستن بعضا خودشون مثلا جناب آقای خرمی که با معاونت اجرایی هستن خودشون اصلا اصلی ترین فعالیتشون بحث آموزش بسیار علاقه‌مندن و با توجه به مقاومت هایی که متاسفانه تو بحث آموزش ما همیشه از طرف نیروها داریم، یعنی همه این مقاومت رو میکنن که بحث آموزش رو توجه نمیکنن. ما با مشوق ها و یا حتی با تنبیه هایی اونو برخورد میکنیم، یعنی یه آیتم هایی میدیم. جدیدن ما خب اومدیم بحث ارزیابی پرسنل رو در دستور کار قرار دادیم که بتونیم ارزیابی عملکرد پرسنل را به صورت علمی درست انجام بدیم که یکی از ارزیابی ها بها دادن به بحث آموزش و یا استقبالی که طرف میکنه از آموزش و مراحلی که طی میکنه. اونجا آیتم هایی که میخوایم امتیاز بندی کنیم، یکی از امتیازهای مهم بحث آموزش. خب طبیعتا این ارزیابی که در پرسنل رو میکنن به صورت مشوق های حالا حقوقی یا امکانات رفاهی که در مجموعه هست میتونی به اونا خواهند بدیم که بتونیم استفاده کنیم. یعنی به هر نوعی داریم مبارزه مقاومت اونها رو خنثی میکنیم. حالا از سر اجبارم اگر هستیم موقع شما اگر این دوره آموزشی دیدین رتبتون میره بالا و میتونی حقوق بیشتری بگیری، اینجوری تشویق میکنیم. یعنی داریم به این سمت و سو میدیم که بتونیم این بحث آموزش رو در ذهن ما
انشالله حل. آیه هر جمله که میگن توی جملاتشون اضافه نکته هست. من این دارم این اکسرش حالا این که میگید سرمایه انسانی واقعا من پس مهم. من با بسیاری از این مدیرها سرمایه گذاری که صحبت کردن و میکنم اینطوریه که میگن این نه این فلانی نه یه فلانی دیگه یا این آدم یکی دیگه دیده سرمایه انسانی ندارن میگن هست آدم هست. حالا این هم مثلا از ما ناراضی شد طوری نیست و این واقعا به نظر من یکی از خطاهای استراتژیک مدیرانه و سرمایه گذارانه که این کارو نمی‌کنن. حالا امیدواریم که از بزرگایی مثل شما یاد بگیرن و این اصلاح بشه توی جامعه ما، چرا که یکی از عوامل مهم به نظر من تو صنعت ما اینه که نیرو را مدیرانون خراب نکنن. من خودم تجربه خراب کردن نیرو دارم، یعنی اگر حالا اون تجربه رو دارم یه بار شده، اما میدونم که یک مدیر چقدر میتونه توی آینده نیروهاش تاثیر داشته باشه، میتونه اونا بسازه، آیندهش رو تضمین کنه، بهش انگیزه بده و میتونه خرابش کنه. و واقعا ما برامون این یه اشتباه کوچیکه که آینده رو یکی رو بسازیم یا خراب. و این واقعا نظر من یکی از بزرگترین جملات شماست که نیرو ما باید سرمایه بدیم، بعدش اهمیت بدیم، بعدش وقت بذاریم. همین ببینید حالا تو بحثای حالا بحث مدیریتی حالا تو هم قابل به همون آموزش که به عرض می‌کنم خدمت شما، من یکی از اعتقادات که همیشه انتقال میدم به مدیرانم اینه که سعی کنید نیروها را اخراج نکنید، اصلاح کنید، با اون صحبت کنید، تشویقش کنید. اخراج کردن یکی نیرویی که مطلوب شما نیست، معلومی نفر بعدی که میاد بهتر یا بدتر از این باشه. کجا میدونید شما که حالا این لااقل با محیط ما آشناست و هزینه شده برای این دوره، آموزش دادیم براش، وقت صرف شده تو محیط ما پرورش پیدا کرده، این رفتنش و یه نیرو جدید اومدن تا ما بیایم این رو بشناسیم. ماها گذشته چه بسا تو این ماها ما آسیب داریم میبینیم از نوع انتخابمون، انتخاب درستی نبوده، ولی خود نیرو رو شما اصلاح کنید، باش صحبت کنید، بهش بازم فرصت بدید، بهش میدون بدید، حتی در رده‌های پایین کاری. که من نمیخوام رده بندی کنم تو سیستم، چون همه یه بخشای هتل به نظر من مهم با ارزش و مثل یک رکن میمونن، یک زنجیری که به هم وصله، یه حلقش نباشه نمیتونیم کنیم رده. ولی کل نیرو همون رو من هیچ موقع موافق اخراج نیرو نیستم، ولی که خودشون رو تصمیم گرفته به هر دلیلی که ما قطع رابطه کنیم که ما با اجبار اصلا خواهد اونو نمیتونیم برداشت. یکی از روش‌های دیگه من اینه که بحث جانشین پروری داشته باشیم تو سیستم، یعنی تو هر بخشی ما رتبه بدیم به توان اینها و اینا رو رشد بدیم، جایگاهشون رو مرتب ارتقا بدیم، هم برای خودشون یه انگیزه است که خودشون رو نشون بدن به ما کار بهتری بکنن، هم ما اگر بخوایم نیروهای بالا دستمون رو که از دست میدیم از جای دیگه بیاریم توی سیستم، هم مقاومت هایی میشه برای جذب اونها و این مقاومت ها نهایتاً به ضرر مجموعه و سازمان ماست. و همین که ممکنه روش ها و متد هایی که خودشون در محیط های دیگه داشتن بیان اینجا و این تضاد راهکاری راهبردی را ما تو اینجا حس کنیم. یعنی ما تعریفی قبلا داشتیم از یک روشی، مثال در مورد اینکه یه مهمان بیاد و یک بلبوی چه مسیره باید طی کنه با مهمان تا اتاق، چه توضیحاتی بده، چه حرکاتی بکنه. مثال ساده‌شو میگم، یه بلبوی از یه جای دیگه میاد و برای خودش یه چیز دیگه ای داره، تا ما میام آگاه شیم به این میبینیم مثلا 20 مهمان ناراضی هم یا به اشتباه هدایت شدن، به اشتباه راهنمایی شدن. ولی اگر خود اینا رشد کنن و همینطور توی همین محیط پرورش پیدا بکنن، در بحث تولیدمون، آشپزخونه‌مون، تمام رده‌های از کارگر ساده تا کمک آشپز تا آشپز تا تخت کار تا سرآشپز، نه همشون رشد کنن میان بالا. حالا ما این افتخارم داریم که تو مجموعه ما هر آنچه نیروی اینجا کار کرد به دلیل حالا فعالیت که توی این مجموعه شده و برندی که ما داریم اینجا،
تو هر یک مجموعه اقامتی که بری و وقتی که میگی که من تو مجموعه هتل‌های آسمان دارم کار میکنم خیلی راحت اونو جذب میکنم، ولی ما برامون ضرره ولی افتخارم هست میگیم طوری نی بذار که بدونن برنده ما یه برندی که هر جا برن به خودشون هم گفتیم مطمئن باشید شما توی مجموعه هر هتلی بریم شما جذب کنید چون این آسمان کار کردیم ما قبولتون بکنم و یه رشد داریم و اون هم یه امیده براشون باشه آقا برن اینجا دیگه هم جذب شن. ما بازم میرویم زیر مجموعه همون جوری آموزش و پرورش میدیم که بیان رشد کنن و به جایگاهی رشد بررسی است. این برای خودمون یه ارزش. درست. من مثلا که آقای بیگی گفتن و بحث رونیو یا نیرو نگه داشتن، یکی از المان‌های مهمیه که توی دنیا یک مدیرا میسنجن، یعنی می‌بینن که اون سازمان چقدر نیروهاشون نگه داره. بله. و این مسئله هست. شما سوال دارین؟ من سوالی که داشتم اینه که با وجود تمام مشکلاتی که در موردشون صحبت کردیم وقتی اسم هتلداری میاد یا گردشگری میاد ما داریم در مورد صنعت خیلی هیجان انگیز صحبت میکنیم، حداقل از بیرون اینطوری دیده میشه که در مورد اوقات فراغت، در مورد سرگرمی، ایونت ها رو داریم، غذا و نوشیدنی رو داریم. ولی دوست دارم بدونم که شما به عنوان کسی که مدیر بالارده توی این حوزه هستین یک روز معمولیتون معمولا چطور میگذره و با چه چیزایی سرگرم هستین، با چه چیزایی درگیرید در طول روز، مخصوصا به این علت که خب بالاخره یه سری عادت‌های این وسط وجود داره که شخصیت شما رو ساخته و به این مرحله رسوندتون. میدونم که حالا خیلی متفاوته بین یه روز با روز دیگه، خیلی تفاوت هست، ولی به طور کلی فعالیت‌هایی که مشغولشون هستید به عنوان یک مدیر چه چیزهایی هست؟ مثلا روزتون از چه ساعتی شروع میشه تا چه ساعتی هستش و فعالیتتون؟ حالا من جواب شما رو از اینجا شروع میکنم که من یک دوستی دارم که وکیل هست، وکیل دادگستری. خب ما هم خیلی رابطه عاطفی نزدیکی داشتیم. بعد توی صحبت ها من همیشه این موضوع رو من اشاره میکنم که محیط من با محیط تو خیلی در تضاد. درست. محیط من یک محیط شاد و انرژی بخش، فرح بخش و انرژی مثبته و محیط تو دقیقاً ضده من. یعنی وقتی میان اینجا برای سفر و شادی و بیزینسه برای قرارداد میاد، عروسی میاد میکنن، عقد میکنن، همایش میگیرن، معرف محصول دارن، آموزشیه، علمیه، مسائل نو، پزشکیه، همه اینها جذابه کسایی که میان با انرژی مثبت میان. از صبح هم که با میشی بوی عطر و کلوم تو آسانسور هست، صبحونه خوری هست. تمام اینا وقتی به اختلاف میرسن میشنن پا میز شما و گریه برات میکنن و شاکی میشن. آقا این کلا سر من گذاشته، این اختلاف خانوادگی ایجاد شده و تمام مشکلاتی که من خوشیاشو طی کردم میاد براتون. این تفاوت شغل معمات شغل توه و این خودش خیلی برای ما انرژی مثبت داره. یعنی من از صبح که میام را سوالی که شما میفرمایید، از صبح که میام واقعا میام تو صبح خونی سراسر انرژی برام آرامش بخش. در این حالی که مشکلات بسیاری برای مجموعه اینجوری هست. حالا چه مشکلاتی نگهداری مجموعه اتفاقات قابل پیشبینی نیست، غیر قابل پیشبینیه، توقعات خاص میهمانان هست. پرسنلی که به هر حال مشکلات پرسنلی که توی مجموعه هست اینا همش هست. ولی در کل وقتی توی محیط هم واقعا انرژی مثبت دارم، یعنی لذت میبرم. خب خود من به دلیل اینکه فعالیت‌های توسعه دارم کمتر تو محیط خودم هستم و اصلا این خدمت شما بگم تو صفات شخصی خود من هر مجموعه‌ای رو که به نتیجه میرسونم، به سرانجام میرسونم دیگه برام عادی میشه، یعنی اصلا ارضا نمیشم تو محیط. یعنی باید برام متفاوت شه، یه کار نو، یه طرح نو. این نیست که من الان مدیر مجموعه هتل آسمان هستم بشینم پشت میز از صبح تا عصر و فقط بشینم و فرمان بدم و ببینم چه اتفاقی میفته. نه، اصلا این ارضا کننده بر من نیست. من در خودم توانایی میبینم که فراتر از این الان من باید برم فعالیت کنم. این میزرا خیلی ها ممکنه بازم بتونن ادامه بدم، ولی من میتونم یه کاری دیگه بکنم و برای همین خیلی من تو محیط هتل متاسفانه حالا یه دلیل همون انرژی مثبت که میتونم پیش بگیرم نیستم. باید فعالیت‌های هم حالا کارهای اداری روزمره برای توسعه مشکلاتی به هر حال در زمینه توسعه بودهای مختلفی از فعالیت را میطلبه که توی
اتاق دفتر مدیریت حل نمیشه، باید آدم بره پیگیر بشه کار بکنه. از این رو من خودم کمتر روزانه هستم اینجا و خب حالا یه بخشی از فعالیت‌های در قالب مسئولیت اجتماعی دارم که یه تایم زیادی از اوقاتم رو اونها میگیره که اونها هم به دلیل اینکه خودم تصورم اینه که زندگی صرف مسائل مادی و اقتصادی ممکنه آدم یک کم بودای مادی معنوی یک کم بودای معنوی پیدا بکنه تو زندگیش و تو هم با فعالیت و توان اقتصادیش باید توان معنوی خودش هم بالا ببره. فعالیت‌های در قالب مسئولیت اجتماعی دارم که خیلی از زمان‌ها ما اونجا طی می‌کنم. حالا یه بخشیش میتونه بحث صنفی باشه که یک تاسای مسئولیت اجتماعی صنفی که احساس می‌کنم میتونم با توانمندیام یه مشکلات رو از صنف حل بکنم. یه بخشیش هم در قالب امور خیر هستش که فعالیت‌هایی به لطف خدا داریم که یک زمان زیاد رو من توی برنامه‌های روزانه‌ام صرف می‌کنم. خب خیلی ممنون و خیلی طولانی شده و اولین قسمت بود. آقای بیگی به خیلی از نکات اشاره کرد. واقعا هر کدومش یه عالمه زمان میخواد برای صحبت کردن، از جمله برونگرا بودن توی صنعت هتلداری، تفکر جمعی داشتن، مشاور خوب گرفتن، مبحث زیر ساختار، مبحث سرمایه انسانی، مبحث نگه داشتن نیرو به جای اخراج کردن، جانشین پروری که خودش اصلا یه استراتژی خیلی مهمه، یه بحث مهاجرت بچه‌ها، دین به جامعه و مسئولیت اجتماعی. ولی خب آخرین مبحثی که ما داریم مبحث ریاست آقای بیگی توی جامعه هتلداران اصفهان که اولین رئیس جامعه هم هستن. خب قبلا اتحادیه بوده، بعد شده جامعه و حالا دلایل متفاوتی داشت و این ریاست خب در سخت هتل‌ها در حال گسترش هم توسعه. هتلدارای قدیمی آقای بیگی بوده. آقای بیگی از اون بالاخره هتلدارایی هستن که 30-40 سال بیشتر قدیم‌تر بودن تا دوره قبل از انقلاب و بعد آقای بیگی اومدن، آقای بیگی شده رئیس و خب هتل‌های جدیدی که دانش ندارند، تجربه ندارند و اینا میان تو عرصه و شهرهایی که از دورن، مثلا ما خب بالاخره کاشانه داریم یا اطرافا داریم و اینها میان و یک سری من دیدم که انتقادهایی هم دارن. حالا اینکه اگه در مورد اون مبحث ریاست بگی چالش‌هاش و بعد اینکه این انتقادایی که میکنن شما چه صحبتی دارید باهاشون، چه مبحثی هست، چه کمکی میشه کرد؟ آیا خودشون هم نیاز هست کاری کنن یا فقط مثلا اینکه شما میتونید مشکل رو به تنهایی حل کنید؟ این اگه بیشتر بازش کنیم باشه. خب ببینید همونطور که فرمودید خب از وظیفه تشکیل جامعه حرفه‌ای هتلداران استان اصفهان و انتخابات اولیه که تو کورس شد 3 دوره قبل، خب ما با عنوان کاندید حس کردیم که چون خودمون سرمایه‌گذار توی این بخش هستیم در توی میدون باشیم و ممکنه تاثیرگذار باشیم تو بحث گردشگری استان، حیفه که خودمون رو دور کنیم از این و با عنوان کاندید شدم و باور بفرمایید که من تو جلسه به محض رأی خودم رو در مثلا خروج پیدا کردم، مثلا رفتم یعنی خودمون یه آماری میدم، بعد یکی 2 ساعت بعد بچه‌ها زنگ زدن که مثلا شما با اختلاف فاحشی اول شده. منم تو دوستان و اعتمادی که به هر حالی سر به من کردم برام خیلی ارزش داشت، اعتماد شده به بنده با توجه که باور بفرمایید من با احدی از این همکاران محترم صحبتی نداشتم، با احدیشون به جرأتی نرسیدم، فقط من خودم ثبت نام کردم و حالا تفکراتم یه بخشی گفتم که مثلا چه اهدافی داریم. ما یه موظفی که مثلا دوست داریم یه اتفاقات بیفته و ترک کردم اونجا، یعنی برای شما 4 مثلا نبودم، مهم نبود برای مثلا که اتفاقی یه کسی که مسئولیتی میتونه قبول کنه تاثیرگذار باشه، فقط من وارد این میدان شدم. خب این اعتمادی که دوستان به من کردن و حالا واقعا با امتداد رای کردن به خیلی اختلاف با 100 نفر بعدی بود، یه حسی در من به وجود آورد که تو یه مسئولیتی دارن به تو میدن، یک تعهدی باید تو داشته باشی، یعنی یک اعتمادی به شده که در گروه او برای تو یه تعهده چه در توان تصویر کار بگیر. جلسه ای شد بعد برای هیئت رئیس حتی دوستان بسیار شفایی میخواستم بگم شما رئیس باشید، رئیس
هیئت رئیسه باشه. من قبول نکردم، گفتم نه مکتوب لطفا بنویس، چون دوستانی که اینجا نشستن ممکنه من یه حالا احترامات خاصی به من به در رو در باستی باشه و نتونن حرفشون رو بزنن. این نه هرکی میخواد کاندید بشه و به هر حال رأی مکتوب مخفی که حالا باز محبت داشتن دوستان رو به بنده اعتماد کردن که من به عنوان رئیس باشم. خب طی 3 دوره این اتفاق افتاد متوالی و من حالا در 2 بخش، یکی که خودم به عنوان سرمایه گذار توی بخش برام مهم اتفاقات که توی صنعت استان میفته منافع مستقیمی و بخش دوم در سایه اون مسئولیت که در سایه اعتماد به من ارجاع شده است. بر خودم یک تکلیفی میدم که واقعا هر آنچه از دستم برمیاد انجام بدم. برمیگردم به بحث روابط عمومی. من در هر رابطه‌ای با مقامات استان، مقامات تاثیرگذار، مقامات تصمیم‌گیر که رو بشم، این ارتباطم رو یه ارتباط مستحکم. این مدعی هستم که بسیاری از مقامات استان یک ارتباط منطقی کاری در سایه رفاه مسافرینی که به اصفهان میان، در سایه اشتغال زایی با دوستانی ارتباط رو دارن. اونها هم من قبول دارن با یک انسان حالا که حریم و حدود خودم رو حفظ میکنم و درخواست‌های منطقی در سایه حمایت از اشتغال زایی، در سایه حمایت از اقتصاد استان، در حاشیه در سایه اقتصاد پایدار استان که باید به سمت گردشگری بره. ما در استان، من بارها تو جلسات استان داری گفتم ما در بخش صنعت نباید توسعه بدیم به استان و شهر، موزلات زیست محیطی که با گریبان گیرون گرفته، از هوا گرفته، آب گرفته و از این قبیل ما توسعه صنعت نباید داشته باشیم. کشاورزی اونم که دوچاره کمبود آبه، محسوسه، خوبه خیلی، ولی نمیتونیم، توانش نداریم. چی مونده برامون؟ گردشگری مونده، چی مونده؟ صنایع دستی مونده، چی مونده؟ فرش مونده. ما باید در این قالب بیایم آینده استان را با یک توسعه پایدار پایه‌ریزی بکنیم. بیایید برای سرمایه گذاری تو این بخش هرچی توان دارید به کار بگیرید و واقعا این توانمندی ها، این استعداد هایی که این شهر از تاریخ فرهنگی یا منابع طبیعی اقلیمی که در این شهر، در این استان هست، اینها را بهارش بدیم، حمایت کنیم و این بخش گردشگری که به راحتی میتونه تمام اقتصاد استان رو تأمین بکنه را در اولویت برنامه‌های کلان استان قرار بدیم و تمام دوستانی که تو این زمین نقش دارن من ارتباطات خیلی نزدیک باشون و واقعا تو جلساتشون حالا لطف دارن ما رو دعوت میکنن به عنوان یک تفکری که تو بخش گردشگری میتونه تاثیرگذار باشه و ما ارتباط دارن. خب این ارتباطات طبیعتاً گره‌گشای بسیاری از اتفاقات غیر قابل پیش بینی که برای مجموعه اقامتی میفته میتونه تاثیر داشته باشه. حالا چه در زمینه‌های توسعه‌هاشون، طرف مثلا توی شهرداری یه مشکلی پیدا کرده، من میرم با ارتباطاتی که داریم واقعا تلاشمو میکنم، نمیگم کار خاصی میکنم، اون چه در توانم حساب کار میگیرم و حالا دوستانی هم که لطف به من دارن، عرض کنم مقامات استان که لطف به من دارن، سعی میکنن وقتی ما میریم بیشتر توجه کنن و واقعا سعی کنن یه راهکاری، یه مشکل راه حلی برای مشکل معضل بشه. مخصوصا از زمانی که من سرمایه گذاری در جزیره کیش کردم و این فرار سرمایه که از استان شده توجه دارن که من خودم بارها گفتم چرا من باید خارج از این استان سرمایه گذاری کنم، چرا این هتل 5 ستاره الان نباید تو اصفهان باشه که یه اعتبار آبرویی به استان اصفهان بده، چرا دلیلش بی توجهی به سرمایه گذار بده. پس حالا که دارم
به شما عرض میکنم که این سرمایه گذار یا این مشکل برای این یا برای توسعه‌اش یا برای نگهداریش یا برای مشکلات روزمره‌ای که هست پیش میاد باید حمایت شه. دلیلش اینه که این سرمایه ها فرار نکنه از دوست، نگذارید این اتفاق پیش از این بیفته. نمونه واضحش خود من هستم. چرا من که اینجا شهرمه، شب میتونستم خونه بادم باشم، سرمایه‌ام زیر سرم باشه، چرا باید برم توی شهر دیگه، توی جزیره دیگه بیام کار کنم؟ این دلیل اینه که من نگه نداشتم، من نوعی را و با این گونه ارتباطات واقعا سعی کردم که جایگاه واقعی گردشگری را در حد توان. منتها من یه موقعی توی بحثایی که توی حالا انتقادایی که مثلا به عملکرد جامعه میشه، این نمیگم که ببینید یه سری از طبقات خارج از توان جامعه هست، یه سریش مشکلات تصمیم‌های کلان نظامه، مثلا تاثیرگذار ما نیستیم. مثلا وقتی توریست میاد اینجا اگه جامعه میتونه اقدام بکنه، مثلا این نمیشه ما به هم ادعایی هم بکنیم، ادعای اشتباهی، ادعای کذبیه، شما رو فریب بدم. ما با واقعیت ها باید رو بروشیم. منتها اون انعطاف پذیری ها، اون تلطیف کردن نوع برخورد، اینها از دست ما میاد. یا قوانینی که مغایرت دارد با صنعت گردشگری بریم پیگیری کنیم، در جامعه کشوری مطرح کنیم. مباحثی که حالا توی جامعه کشوری هست که خب من میدونید نماینده جامعه اقتداران ایران و رئیس کمیته نرخ‌گذاری و استانداردسازی هستن، تو اونجا میتونن یه تریبونی دارن که بخشی از نرخ‌گذاری و مشکلات سرمایه گذاری و تو بخش‌های مختلف گردشگری اونجا برای دوستان همیشه آوردن و گفتن و قبول دارن همشون مشکلات در این زمینه رو بتونیم حل کنیم. و اینکه حالا این اتحاد این سجامی که ما تونستیم که یه مدت میدونید اطلاع دارید که یه بحثی بود که از خانه‌های سنتی و اقامتگاه سنتی تصمیم داشتن که استقلال پیدا کنن و واقف نبودن که چقدر کار و حرکت اشتباهیه که جدا بشن، نیرو و توان خودشون رو ضعیف میکردن و همچنین نیرو و توان هتلدارها رو، یعنی تفکیک میشد و این نیروها تقسیم میشد، توان تقسیم میشد. و طی جلسات متعددی که ما با این دوستان داشتیم رسیدیم به نقاط مشترکی که با هم بودن بسیار بهتر از اینه که ما جدا شیم، دستمون با هم باشه، تصمیماتمون با هم باشه، خواسته هامون، مطالبه گریمون، تمام اینها وقتی با هم باشیم خیلی میتونه قوی تر باشه تا اینکه ما تفکیک شیم و جزء بشیم. و عرض میکنم جلسات متعددی با این دوستان داشتیم و حالا لطف محبتشون این بود که پذیرفتن عرایض جامعه را که ما جلوگیری کردیم از این فروپاشی این یک صنف. یکی از افتخاراتی که من به جرأت اعلام میکنم اینه که من نگذاشتم این اتفاق بیفته. افتخارات زیاد داشتیم. نه حالا واقعا این عرض میکنم این خیلی برای من مهم بود که ما این توان و قدرتی را که در جامعه فعلی که در گروه اقامتگاه سنتی، هتل آپارتمان ها و هتل ها هست رو اینا حفظ کنیم و با میل، نه اینکه از سر اجبار، دوستان را راضی کنیم که ما هم دست هم باشه. نمایندگانی از شما تو جلسات ما باشن به عنوان نماینده های هتل سنتی، حتی دوستانی که در کاشان بودن ما خیلی واقعا از شما خواهش کردیم که یه مقداری بیشتر رو این قضیه معطوف شد، ببینن که شرایطی که وقت جدا میشن اصلا چیه. و خوشبختانه ما این انسجام و اتحاد رو تونستیم حفظ کنیم و واقعا برای ما خیلی ارزش داره که برای مسائل مشکلات تو بحث جامعه بوده. خب بعدم من اتفاقا توی جلساتی که با دوستان حالا چه خود هتل آپارتمان و چه اقامتگاه سنتی داره، من همیشه خواهشم از دوستانه که یه جلسه یه فرمایشی نباشه، یه جلسه نباشه که همش بیاییم اصلا تعریف کنیم و همش به قول یه امروزی ها در مشاهده باز کنیم و واقعا از هم تمجید کنیم، بیاییم و چالش ایجاد کنیم، اعتقاد کنیم و خودمون هم راهکار بدیم
بیاید مشارکت جمعی داشته باشید، بیاید با راهنمایی کنید، بیاید حضور داشته باشید توی کمیته های ما، بیاید انتقاد کنید و همراه انتقادتون پیشنهاد و بیاید تو صحنه کمک کنید. یعنی یکی از درخواست‌های ما همیشه با کلیه اعضای جامعه بوده که دلم خواست بیاد و حمایت جلسات این چنینی باشه که ما رشد کنیم در سایه انتقاد و به هر حال پیشنهاده که سازندگی ایجاد میشه و رشد و تعالی پیدا میکنیم. همیشه دنبال این موضوع بودیم توی اینه که اگر تو جلساتمون انتقادات و پیشنهاداتی هم هست ما کاملا استقبال میکنیم و خوشحال میشیم به یه جلسه بی محتوا بیان بشینیم وزیرای شما بریم، ارزشی نداره، کاری اتفاق نیفتاد. خب حالا من از دید خودم و خب خاطر اینکه با خیلی از این مدیر جلسه داریم متعدد مثل خودتون، اینطوری بوده که خیلی هاشون نمیدونن جامعه داره چیکار میکنه، جزئیات رو نمیدونن و بعضا میگن که خب جامعه هتل داره کاری نکرده، مثلا کاری نمیکنه و این انتقادات هست از سمت یک سریشون. ولی خب مسلما یک سریشون هم شاید بودن، شاید با تجربه ترن یا حالا هر چی که هست اونها خیلی اون دیده انتقادی ها ندارن. اگر که دیده انتقادی هم خود شما سازنده است، ما اصلا یه مدل یک مکتبی داریم به اسم کریتیکال تینکینگ، تفکر انتقادی که تو دنیا اصلا جزء مکاتب فلسفه هم هست. سازندگی اتفاق میفته که اختلاف نظر نباشه که همه بگن به چرا مدیر عالی یا چه جامعه خوبی و 100% رشدی هم ما نمیتونیم داشته باشیم، یا آقای بیگی چقدر خوبه خب آقای بیگی نمیتونه رشد داشته باشه و این مبحث رو مبحث مهمیه. حالا اگر که این مبحثی که شما گفتید بیان سازنده باشن، بیان خودشون هم کمک کنن، خیلی خوبه. من دیدم که تو جلسات آقای بیگی یکی از مهارتاشون مدیریت جلسه است و خیلی ها این مهارت ها ندارن. این هم یکی از مهارت هایی که به نظر من توی گردشگری و توی هتل داریم خیلی مهمه. و حالا اگر که در برابر انتقادها باز حرفی دارید بهمون بگید، انتقاد بدید، اگر نه که به ما بگید که آقای بیگی این همه انرژی گذاشته و از زندگی از خانواده زده، آیا ارزششو داره که آدم این همه انرژی بذاره و این همه از خانواده و از لذت ها و از بیرون رفتن ها و از با دوست بیرون رفتن ها تا بتونه یک کارآفرین برتر شه؟ خب ببینید حالا با نگاه مختلف ممکنه بعضا بگن که چرا مثلا همه زندگی رو صرف کار میکنن. من واقعا اینجور هم نیست که حالا یه بخش زیادی از تایمم رو حالا برای به کار فعالیت و یه چیز مهم برم سپریم، ولی واقعا خانواده هم خب هم خیلی با من همراهی کردن. واقعا یعنی ما از اون دست افراد نیستیم که الان من تا این ساعت اینجا نشستیم باشون صحبت میکنیم، یه تلفن هم از منزل من نشده که مثلا چی یعنی میدونن که من یک مسئولیت هایی دارم و ما خیلی همراهی میکنم و واقعا من خودم هم سعی کردم کوچکترین فرصت که بین تایمام هست، حالا چه کوچکترین چه زمانهای زیادی رو با خانواده سپری کنم، یعنی به اندازه یا نه به اندازه که واقعا نیازشون بوده، ولی زمانهایی که بودم حتی سعی کردم جبران کنم. خودم ناراحت نیستم اونا؟ نه، خوشبختانه من از لحاظ خانواده مشکلی که فعالیت ها زیاد هست نه، این یکی از آیتمایی که من تونستم اگر حالا بدید دوستان موفقیت بوده باشد، یکی از روشهاش مثلا خانواده بوده که با حمایت و دور از انتقادشون بودم، چون به هر حال اگر خانواده بودم همراهی نکنه طبیعتا انسان اون آزادی و اون تایمی که میخواد بذاره یا اون فکری که میخواد آزاد داشته باشه که بخواد صرف امور انتقادی خودش بکنه نیست دیگه. این واقعا این خلأ ایجاد میشه. ولی همراهی خانواده یکی از ارکانی بوده که من حالا به لطف خدا اونم من حالا یه بحثی هست که بحث شاکر بودن من خیلی بهش اعتماد دارم که این کاسش رو زدگی بدن 100%
شاکر بودن. یعنی بله من واقعا همیشه شاکر خداوندم. البته خیلی عقبم هنوز نسبت به نعمت‌ها و موقعیت‌هایی که خدا به من داده، خیلی بدهی دارم نسبت به شکرگزاریش. ولی هر آنچه به ذهنم رسیده در لحظه همیشه شکر کردم. و حتی مشکلات که تو مسیر زندگی، مشکلات کاری که پیدا میشه، اینا رو به حساب اینکه خداوند میخواد منو آبدیده تر کنه، میخواد منو قوی تر کنه، میبینم و بازم شکرش میکنم و بازم حل میشه. یعنی که نمیمونم به دلیل همین که شکر میکنم. حالا مثال ساده‌اش رو برای شما میذارم. شما فکر کن 2 تا 3 تا حالا شما هنوز نمیدونم متأهل که نیستید، نه حالا میرسید انشالله و فرزندانی پیدا میکنید. حالا مثالش هم مثلا فرزندان بزنم، حالا دور میشم، شما 2 نفر دوست باشین با هم، یه دوستی باشین، شما کوچکتر این کاری برش کرده باشین، بارها از شما تشکر کنید، شما طبیعتاً تشویق میشید بازم برای این کار کنید. ولی دوستی هم داشته باشین که آدم ناسپاسی باشه، چشمش رو ببنده به روی کاری که براش میکنید، مطمئناً ازش دوری میکنید. و اگر هم خواسته‌ای داشته باشید، اگر هم بکنید با کراهت و با دور از میل و رغبتتون میکنید. ولی در عکس که شاکر باشید، همیشه در بین هستی که بازم کنید که شده از شما تشکر کنید. اینو در مقیاس بزرگتر در مقیاس حالا احتمالیت خداوند ببینید که چقدر تاثیرگذاره که شما وقتی شکر خدا رو بکنید، چقدر خدا نعمت‌های بعدی به شما میده، گشایش بعدی. و یکی از حالا مثلا همین نعمتی که حالا در سایه امنیت خانواده دارم، همین شکرگزاریه که من احساس میکنم که وقتی شکر خدا رو میکنم، خدا مثلا محیط رو برای من امن نمیکنه، امن کاری میکنه، فشار از یک نوعی کمتر میشه. من واقعا اعتقادات قلبیمه یعنی باور که بهش یقین دارم رسیدم. دیگه توصیه به دوستان میکنم تو هر شرایطی هستن شکر همون شرایط رو داشته باشن. و حالا شکر هم نباید به زبان باشه. ببینید هر کسی تو هر شرایطی تعریف شکرگزاریش رو هم میکنه. یه نفر باید فقط با زبان تشکر کنه، یه نفر باید با وجودش یه محفلی توی جایی بره، یه مشکلی حل کنه، یکی با قدمشه، یکی با یه امضا. دیگه یه اداره است، جایگاه خاص خدا پیش داده، این امضاش گره کشایی برای مردم باشه، این شکرشه. یه کسی با پولشه، یعنی هر کسی تو هر جایگاهی تعریف شکرگزاریش فرق میکنه. یه نفر با زبانشه، زبانش اینقدر گیرا و برنده است که میتونه مشکلات مردم رو حل کنه، میاد توی همایش برای گل ریزان حرف میزنه، این شکرگزاریه. تونسته اثر این توانش را ظهور کنه، ظهور بده در جامعه. اینا همش شکرگزاری. اینه که فقط شکر نه به گفتاره، نه به پوله، نه. هر کسی در هر شرایطی یه توانمندی هایی بهش داده که این توانمندی ها در سایه اون شکرگزاری باید ادایش. بسیار عالی، دستتون در نکنه. اگر جناب آقای بیگی، من خیلی لذت بردم از صحبت کردن باهاتون و به عنوان آدمی که قبلا افتخار آشنایی باهاتون رو از نزدیک نداشتم، الان شما رو آدمی میبینم که علاقه دارید به سازندگی، دوست دارید که از تمام منابع استفاده بکنید و یه تغییر به وجود بیارید. و سوال آخرم اینه که دوست دارم بدونم که آیا پلنی هست، چیزی هست که الان دوست داشته باشید انجام بدید توی زندگی حرفه‌ای یا کاری یا شخصیتون که هنوز فرصتش به وجود نیامده باشه و دوست دارید که بهش جامعه عمل بپوشونید؟ خب ببینید، حالا تو بحث اقتصادی و فعالیت اقتصادی که یکی از آرزوامه که اون هتل آسمانه کیش انشالله افتتاح بشه و ما بچه را باشم شنشه. من از این ثمره 10 سالم به نتیجه برسه، لذت ببرم. خب پی آمده اون البته دور از گوشه شرکام پروژه دیگه سهم داریم که دلو کنیم بتونیم بشه یک روزی اگر واقعا قسمت بشیم خدا کنم به نتیجه برسیم. بزرگی سهم زنیم پریدیم ساتشم گرفتیم اطلاعاتمون شما بعد هم به پروژه عظیمیه، بزرگتر از کیشه. ولی آیا حالا شرایط اقتصادی، توانمون، تصمیممون، همراهی شرکا، همه اینها
باید با هم شکل بگیره تا اون اتفاق بیفته. ولی خودم شخصا یکی از آرزوهام که می‌فرمایید چه برنامه‌ای که بتونیم اونم به ثمر برسونیم. اما واقعا نمی‌تونم با اطمینان الان بگم اتفاق می‌افتد یا نه. ولی جزء آمال و آرزوهام هست که الان چه آدم میتونه در طول این زندگیش بکنه. اون بحث اولی که کردم که نکردی این کار رو، این اتفاق نیفتاده. به هر حال وقتی یک اتفاقی میفته یه همتی میاد و یه ساختمانی احداث میشه، این به یادگار شما فکر کنید این هتل کوثر اصفهان یک زمانی آقای محتشمیان خدا رحمتش کنه اینجا ساخته. اولین نه ساخته بود، خب این هتل نبود تو اصفهان. ما چقدر احساس کم بود میکردیم. این هتل کوثر ساخته مال ما نیست. ولی از جلوش یه حس غروری برای شهرمون، برای کشورمون، برای ملیتمون، برای هویتمون حس می‌کنیم دیگه. این مهمانی میاد میره اینجا میگه مال اصفهانه. این خیلی ارزش داره. بودن و نبودن یا کار کردن و نکردن اینه نمونه بارزش. حس ملموسش اینه که شما بریم توی این هتل تو حیاتش پیاده میان بیرون هیچ خدمات هم نگیریم. ولی چه حسی مثبتی بهتون میده؟ حالا اینجا مثلا زمین بود، ساخته نشده بود، چقدر بی تفاوت بود. هتل عباسی بالاخره یه زمانی کسی همت کرده به صورت هتلش از آدم سره این برای ما چقدر لذت بخشه. واقعا از جلوش رد میشی یه انرژی مثبت به آدم میرسه. نگاه به این ساختمان میکنیم. حالا میگم اصلا از خدمات هیچ استفاده نکنیم، حالا استفاده کنیم که بهتر، ولی میبینیم که این هست. یا همین ساختمان هتل ما، من احساسم اینه بسیاری از دوستان این همشهریان ما که میان میرن یه حس مثبتی بهشون میده، لااقل حس منفی نیست. ببخشید اینجا مثلا بیمارستان نیست، زندان نیست، چیزی نیست که با نگاه یاد خاطره های بد بیفتن. نمیدونم این طبیعتا میگن که اینجا هتله، هتل محل آرامشه، محل امنیت، محل آسایشه. این حس خیلی ارزش داره. درست. و به وجود آوردن اینا رو من خیلی مهم میدونم و ثمرش رو به گونه‌های مختلفی احساس کنم برگرد زندگی شخصی آدم. بله. اینه که من رو اعتقاداتم همیشه دلم خود کار کنم، فعالیت کنم و واقعا سرمایه گذارانی که حتی میان با من مشاوره میکنن در امر سرمایه گذاری تو بخش گردشگری، خدای من شاهده که من عین واقعیت ها رو بهشون بگم، یعنی حقیقت ها رو، نه براشون یک رویای نرسیدن براشون ایجاد میکنم که بیش از حد تحریک کنم که مثلا به سمت و سوی سرمایه گذاری برن و نه میگم که مشکلات رو فقط براشون بیان کنم یا مزایا، محاسن و مشکلات رو همه رو با هم در یه قالب میگم و بعد برمیگردونم به که تو چطور شخصیت هستی، دوست داری وارد این کار بشی، بیا من راضیم، من خودم به عنوان یه فرد راضی سرمایه گذاری هستم، ولی یک سری ذهنیت رو برای خودم ساختم، یک خودم رو بود اقتصادی رو خیلی ندیدم، سعی کردم که مثلا دیگه ببینم این جایگاهه من راضیم. شما اگه شخصیت اینجور هست وارد شد، ولی اگه نیست و دنبالی مثلا دیگه هستی من نظری توش بهتر، یعنی اینقدر مشاوره هم سعی کنم که واقعا مشاوره هایی خدا پسندانه باشه. یعنی هیچ کسی نیارد اینجا من مثبت مطلق یا منفی مطلق باش مشاوره بدم و مشاوره هم زیاد دارم، من خیلی زیاد دارم، ولی واقعیت ها رو بگم خب اون بخششون که با اعتمادی که به من دارن میپذیرن هست به جایی میگیرن دیگه، یا وارد بشن یا نشن. بله خیلی ممنونیم، خیلی ممنون که امروز زمان گذاشتین. البته این بخش خیلی محدودی قطعا از تجربیات ارزشمندتونه ولی واقعا برای ما مفید بود. اگر که سوال دارید. من که سوال دارم زیاد ولی خب دیگه فکر کنم یه اپیزود دیگه باید دعوتشون کنیم اگر که زمانش اجازه بده. امیدواریم که حالا به هر صورت هم شهرمون اهمیت بیشتری بده به سرمایه گذار و کشور و اینکه خب بالاخره حالا اینکه آقای بیگی باز سرمایه رو از اصفهان برده کیش برده خارج باز خودش خیلیه. واقعا
این روی کرده مثبتی دمشون گرم و ازشون سپاسگزاریم و امیدواریم که بالاخره به حال این جوونا و مهاجرت سرمایه‌هامون فکری بشه. جوونا من خودم از دید خودم که خوب نیست، بالاخره دوست نداریم خانواده اینجاست، کلی زمان به قول شما هزینه شده ولی این اتفاق میفته و مدام آسیبه، همش آسیب برای کل کشور. دست شما در نکنه، مرسی که وقت گذاشتین با شما از موفقیت دارم. به هر حال ما نیاز داریم به این تفکرات جوانمنش، ایده‌های جدید، خلاقیت‌ها و که شما به هر حال اسباب این رو فراهم کردید که یه سری از کسانی که میتونن نقش داشته باشن در آینده گردشگری آشنا بشن با این جو، این محیط در اختیار اونها بذارید و خودش خیلی ارزشی برمیگرد به همون بحث شکرگزاری. اینا توان شما تو این کار الان یه بخشی از توانتون که به کار گرفتین، اینا خودش ارزش بود. من به نوعی خودم از شما لطف دارید. امیدواریم که خوب بشه و کل مردم، همکارا، دانشجوها راضی باشن و بتونیم ما هم این خدمت کنیم. مجددا ممنونم از شما و ممنونم از مخاطب هامون که ما رو تماشا کردن و یا شنیدن احتمالاً از طریق پادکست. امیدوارم که ما رو همراهی کنید توی اپیزودهای بعدی و فراموش نکنید که با کامنت هاتون به ما کمک کنید که بهتر و بهتر بشیم. مرسی که ما رو شنیدید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. روزتون بخیر. خدا. مرسی.